حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه سفره دل هست یا پرسش و پاسخ و فتوا در خدمت شما عزیزان هستیم. و چون که جناب استاد عباسی جای من نشسته بودن، من مجبور شدم که قبل از ایشون برنامه رو آغاز بکنم و در خدمت جناب استاد عباسی هستیم. بفرمایید. چه چیزی بگویم؟ سوالات مطرح. ولی بنده عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین و طبق معمول از سوالای بینندگان برنامه رو آغاز میکنیم. سوالای SMS. بیننده پرسیدن که من مشکلی دارم، خواستم بپرسم من میتونم در ازای حل شدن مشکلم برای الله متعال نذر بکنم؟ در مورد نذر که نذر طاعت و عبادت باشه، این ما چند نوع نذر داریم. یک سری از نذرها نذری هست که انسان نذر طاعت و عبادت هست، این نذر مطلقی هست که انسان نذر میکند که من فلان عبادت رو برای الله متعال انجام میدهم. این نوع اول هست. نوع دوم نذر به نذری گفته می شود که برای حصول یک نعمت یا یک منفعت یا دفع یک ضرر انسان نذری رو انجام می دهد. مانند این که نذر می کند که اگر مریض من شفا حاصل بکند من فلان عبادت رو انجام بدهم، یا اگر فلان مسافر از سفر به سلامتی بازگردد من نمیدونم یک ماه روزه میگیرم، یک عبادتی رو بر خودش فرض بکند در مقابل حصول یک نعمت یا منفعتی از جانب الله متعال، یا این که دفع یک ضرر و بیماری از انسان باشه. به صورت کلی نذر یکی از اعمال مکروه هست. نذر یکی از اعمال مکروه هست، یعنی این که انسان نباید چیزی را که باید انجام بدهد، عبادتی را که خودش باید انجام بدهد. ما مکلف هستیم که تمام عبادات رو انجام بدیم، نماز، روزه، زکات، حج و تمام عباداتی رو که الله متعال بر ما مقرر فرموده، چه عباداتی باشه که فرض هست یا عباداتی که واجب هست یا حتی مواردی که سنت و مستحب هستند، اینها رو باید برای رضای الله متعال ما انجام بدهیم. نباید ما شرط بگذاریم بر الله متعال که پروردگارا اگر فلان کار رو برای من کردی من فلان عبادت رو برای تو انجام میدهم. بدین خاطر هست که خود نذر اساسش یک امر مکروه و ناپسندی هست. انسان باید در حالات عادی، در وقتی که هیچ نیازی رو نداره، صحیح و سالم هست، عبادت رو انجام بدهد. وقتی که دچار مشکل شد به پیشگاه الله متعال دعا بکند، توسل بکند به کارهای خیری که انجام داده. پروردگارا من فلان کار خیر را برای تو انجام دادم، پس بنابراین فلان مشکل من را حل بفرما. این روش صحیح هست که انسان باید این گونه باشه. و نذر اساساً یعنی در تعریفش یعنی عبادتی یا کاری که بر انسان واجب نیست خود انسان بر خودش واجب میکند. یعنی از نظر شرعی واجب نیست اما خودش بر خودش واجب میکند. وقتی که خودش بر خودش واجب کرده، بدین خاطر است که در بعضی از روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما یستخرج به من البخیل، این نذر کردن یک راهی هست که از بخیل به زور بخوای یک چیزی رو بکشی. یعنی یک فردی عبادات رو انجام نمیده، عبادات نفلی رو، مگر اینکه مجبور باشه، نذری برگردنش باشه، بر خودش واجب میکند تا اینکه بتواند این کار رو انجام بدهد. این راه و روش درستی نیست. منتها از نظر شرعی اگر کسی نذری رو کرد، یعنی نذرش نذر طاعت بود، نذری بود که از نظر شرعی اشکالی نداشت،
یعنی مثلا نظر کرد که چند رکعت نماز بخواند یا مثلا چند روز را روزه بگیرد یا مقداری مال را در راه الله متعال صدقه بکند. وقتی که بر خودش نظر کرد، گرچه نظر از ابتدا مکروه است، نباید این کار رو میکرد، درست. اما وقتی که نظر کرد حتما باید بر نظر خودش در واقع وفا بکند. وفای به نظر یکی از اون مواردی هست که حتما واجب هست و انسان باید حتما این به نظر خودش وفا بکند و در صورتی که نظر یک نظر غیر شرعی هست، نظری رو انجام داده منتها نظر یک نظر معصیتی هست، یعنی نظری کرده که مثلا نظر کرده که اگر فلان مریض من شفا پیدا کرد من میرم سر قبر فلانی یک گوسفندی رو برای فلانی مثلا ذبح میکنم، برای فلان پیر و زیارت و امام و امامزاده، یا اگر که فلان کار من درست شد من دیگه یک هفته نماز نمیخونم. خب نظر معصیت هست، نباید چنین نظری رو انجام بدهد. در نظر معصیت انسان باید نظر رو ترک بکند، یعنی چنین نظری رو نباید انجام بدهد. بهانه این که من نظر کردم، شما مجاز نیستید که کاری خلاف شرعی رو و خلاف دستوری رو که الله و رسول دادند انجام بدید. و در مواردی که انسان نظری رو نتوانست انجام بدهد، نظر کرده بود که اگر بیمارم شفا پیدا کرد چند روز روزه میگیرم یا چند رکعت نماز میخونم، یه مقداری مال رو صدقه میدهم. الان آن چیزی رو که نظر کرده بود و نظر رو مشروط بر اون کرده بود اتفاق افتاده، الله متعال بیمارش رو شفا داد، اون کسی که در سفر بود سلامتی بازگشت، الان باید به نظر خودش وفا بکنن، اما توانایی انجام نظر رو ندارد. الان چی کار بکند؟ چه در صورتی که انسان توانایی انجام نظر رو نداشته باشد و چه در صورتی که نظرش نظر معصیت باشد، باید این کفاره قسم رو بدهد. یعنی کفاره نظری که انجام نداده یا نتوانسته که انجام بدهد، چه عمدن انجام نداده چه نتوانسته بنابر دلایلی انجام بدهد، حکمش این است که کفاره قسم بدهد، یعنی 10 مسکین رو غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد و اگر نتوانست 3 روز رو روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است که آیا گفتن کلمه شهید برای چه شخصهایی جایز است گفته می شود و گفتن این کلمه باید چه شرایطی داشته باشد؟ در مورد بحث شهید و شهادت در این شکی وجود ندارد که مقام شهادت یا مرگ شهادت یکی از بالاترین مقامها و بالاترین مرگهایی هست که ممکن هست که از این طریق انسان از دنیا در واقع برود. در مورد شهید ما 3 نوع شهید داریم. یک نوع شهید داریم که شهید در دنیا و آخرت هست. شهید هست هم در دنیا و هم در آخرت. یعنی این که هم در دنیا احکام شهید بر اون اطلاق می شود، احکام شهید رو دارد، و همین که در آخرت احکام شهید رو دارد. بیش گفته می شود که شهید در دنیا و آخرت. یک نوع شهید داریم که در آخرت شهید هست اما در دنیا حکم شهادت را ندارد. کسی به اون شهید گفته نمیگوید که شهید هست، یا به تعبیر دیگر احکام شهید بر اون اطلاق نمی شود. نمونه دیگر داریم که شهید در دنیا هست اما در آخرت شهید نیست. این عملی که ظاهرا انجام داده در دنیا عمل شهادت هست اما در آخرت هیچ گونه اجر و پاداشی را از شهادت در واقع ندارد. شهید دنیا و آخرت یعنی شهید واقعی به اون شهیدی گفته می شود که در راه جهاد، در راه الله متعال، در مبارزه و جهاد علیه دشمنان اسلام در میدان جنگ کشته بشود، مانند تمام شهدای صدر اسلام که در مقابله با کفار و مشرکان در جهاد و در غزوات در واقع شهید شدند به نیت اعلاء کلمت الله، به نیت اطاعت از الله و رسول رفتن جهاد و در جهاد شهید شدند. حکمشون این است که شهید هستند هم در دنیا و هم در آخرت. در دنیا شهید هستند به این معنی که احکام شهید بر اونها اطلاق می شود و انجام می شود، مانند این که بر اونها نماز جنازه خونده نمی شود و کفن نمی شوند، با همون لباسی که پوشیده بودند با همون لباس دفن می شوند و همچنین غسل داده نمی شوند، با همون خونشون و با همون جراحاتی که داشتند با همون کیفیت در واقع دفن می شوند، مانند شهدای احد که رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها را به همین گونه در واقع دفن کردند. و شهید دنیا به اون شهیدی گفته می شود که رفته در جنگ در جهاد هست، فرض کنیم با رسول الله صلی الله علیه وسلم یا با غیر ایشون رفته در جهاد، یعنی در لشکر اسلام همراه بوده رفته برای جهاد، منتها نیتش نیت خالصانه نبوده،
وقتی که رفته جهاد، فرض کنیم که به نیت غنیمت رفته باشه در جهاد، به نیت غنیمت. فرض کنیم که به نیت خودنمایی رفته باشه برای جهاد که به مردم نشون بده که من چه اندازه شجاع هستم. از نظر ظاهری در اسلام حکم شهید رو دارد، یعنی همه رفته در جهاد و در جهاد در واقع کشته شده. ما میگیم که این فرد شهید شده. حکم همون کسانی را دارد که در جهاد خودشون اخلاص داشتن، یعنی غسل داده نمی شود، کفن نمی شود و بدون نماز جنازه در واقع دفن می شود. این مورد دوم هست. و مورد سوم در واقع شهید آخرت هست. شهید آخرت هست، یعنی در دنیا شهید نیست و حکم شهید و احکام شهید بر اون اطلاق نمی شوند، منتها در آخرت این در واقع مقام و جایگاه شهدا را دارد. این موردی هست که فکر کنم که بیننده عزیزمون بیشتر این رو مد نظر داشتند و این امکان داره که انسان به مرگ طبیعی خودش، یعنی به غیر از این که در جنگ و جهاد کشته شده باشد از دنیا برود، باز هم در آخرت مقام شهادت را الله متعال به اون بدهد. مانند روایتی که در صحیح مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. هر کسی که صادقانه از الله متعال شهادت رو طلب بکند، الله متعال او را به جایگاه شهدا میرساند، اون را در قیامت به جایگاه شهدا میرساند و این مات علی فراشی، گرچه بر روی رخت خواب خودش هم بمیرد. این در واقع مقام و جایگاه شهدا را دارد. خب در دنیا کسی به اون نمیگوید که شهید هست، احکام شهید هم بر اون اطلاق نمی شود، اما چون که صادقانه از الله متعال شهادت رو خواسته بود، الله متعال در قیامت او رو به جایگاه شهدا میرساند. شهید آخرت هست اما شهید در دنیا در واقع نیست. و غیر از این موارد دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع بیان کردن، مانند این که یک شخص اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله اگر کسی اومد میخواست مال مرا بگیرد من چه کار بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خب مقابله بکن، نگذار مالتو نده که دزد ببرن. گفت که خب اگر با من جنگید، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خب تو هم با اون بجنگ. اگر با تو جنگید میخواست که مال تو رو به زور بگیرن، مال تو بهش نده و اگر با تو جنگید تو هم در مقابل با اون بجنگ. و گفت که یا رسول الله ارأیت این قتلنی، خب اومد منو کشت، دزد و سارق مسلح هست، اگر من ماشینم و مالمو بهش ندن ما رو میکشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمید که فانت شهید، اگر تو را کشت در واقع دو شهید هستی. و گفت که خب بالفرض اگر من اونو کشتم درگیری شد، گفت اگر تو کشته شدی شهید هستی و اگر اون کشته شد اون در جهنم هست. خب در اینجا یک کسی اومده، یک سارق مسلح اومده مال شما رو میگیرد و شما مقابله کردید. اگر سارق کشته بشود در جهنم هست چون میخواست یک مسلمان رو بکشد مالش رو ببرد، و اگر شما کشته شدید در مقابل، یعنی این که شما در واقع شهید هستید. در دنیا غسل داده میشوید، هم غسل داده میشوید، هم کفن میشوید و هم این که بر شما نماز جنازه خوانده میشد، اما در روز قیامت در واقع شما جزء کسانی هستید که شهید هستید. در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که من قتل دون مالی فهو شهید، من قتل دون دینه فهو شهید و من قتل دون دمه فهو شهید. هر کسی که در دفاع از جانش یا از مالش یا از عرض و آبرویش یا از در واقع ناموسش دفاع کرد و کشته شد، این در واقع شهید هست. و غیر از این روایات دیگری هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که غیر از اون کسانی که در راه الله متعال شهید میشوند و شهید واقعی در واقع گفته میشوند، هر کسی که به خاطر طاعون بمیرد، بیماری طاعون بگیرد و بمیرد در واقع شهید هست. کسی که غرق بشود در دریا شهید هست. کسی که زیر آوار بماند اون در واقع شهید هست. کسی که با اسهال بمیرد اون شهید است. کسی که در حریق و آتش سوزی بمیرد اون شهید است. و موارد دیگر را مانند این که زنی که در هنگام وضع حمل و زایمان بمیرد شهید است. اینا تمام مواردی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را شهید نامیده. پس بنابراین اینها شهید دنیا نیستند، شهید آخرت هستند. یعنی در دنیا مانند یک شهید با اونها رفتار نمی شود و احکام شهید بر اونها اطلاق نمی شود، اما در قیامت به خاطر این موتی که همراه با درد بیشتر
بیشتر بوده، مرگ ناگهانی بوده، به عنوان یک مصیبت بر اون آمده، الله متعال در روز قیامت اون را به جایگاه شهدا در واقع میرساند. پس بنابراین شهدا بر 3 نوع هستند. شهیدی که در دنیا و آخرت شهید است، هم در دنیا احکام شهید رو داره و هم در آخرت. کسی که در دنیا احکام شهید رو دارد اما در آخرت شهید نیست به خاطر اینکه خالصانه جهاد نکرده. کسی که در دنیا شهید نیست به اون شهید گفته نمیشه، سر قبرش نمی‌نویسند که فلانی شهید شده، اما در آخرت جایگاه شهید رو داره، مانند مواردی رو که خدمت شما عرض کردم. درست. یک نکته دیگه هم در اینجا قابل تأمل هست که خود این که ما بگیم که فلانی شهید هست، فلانی شهید شده یا شهید فلانی مثلا، آیا این از نظر شرعی جایز هست یا جایز نیست؟ رأی جمهور علما در این زمینه این است که اشکالی نداره. اشکالی ندارد. کسی رو که ما میدونیم که در جنگ کشته شده، در مبارزه و جهاد علیه کفار کشته شده، اشکالی ندارد که ما به اون بگیم که شهید شده. به خاطر احکام ظاهریه، چون که احکام شهید رو هم ما در واقع با اون عمل میکنیم، یعنی غسل داده نمیشه، کفن نمیشه و نماز جنازه نمیخونن. پس بنابراین اطلاق این که فلانی شهید شده هیچ گونه اشکالی در این مورد نداره که نظر جمهور علما در این زمینه این هست. امام بخاری رحمت الله علیه یک بابی را دارند که به کسی که کشته شده، یعنی فرد معین رو گفته نمیشه که فلانی شهیده، یعنی درست نیست که بگیم فلانی شهید هست، زیرا که این شهادت، یعنی استدلالشون این هست که زیرا که این شهادت وقتی ما میگیم که فلانی شهید هست یعنی اینکه بهشتی هست و ما نمیتونیم حکم بکنیم که فلانی بهشتی هست، زیرا که ما نمیدونیم که این شهادتش یک شهادت واقعی بوده یا شهادت واقعی نبوده. نیتش رو الله متعال میدانسته. به این خاطر در برخی از روایات هست و مانند بابی که امام بخاری رحمت الله علیه منعقد کردند که لا یقال لفلان شهید، که گفته نمیشه فلانی شهید هست مگر اون مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کرده باشند، مانند ابوبکر و مانند سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان و بقیه شهدایی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شدند. پس بنابراین اگر کسی واقعا در جنگ شهید شده، از نظر بنده اشکال نداره که ما بگیم فلانی شهید هست، بدین معنی که بگیم که در جنگ کشته شده، مرگش مرگ شهادت بوده، نه به این معنی که ما بگیم فلانی بهشتی هست. بهشتی بودن یا بهشتی نبودن این یک امری هست که در اختیار ما نیست و در علم ما نیست و ما نمیتوانیم که بر کسی چنین حکمی را قضاوت بکنیم. و ما کسانی رو که به خاطر تصادف از دنیا میروند یا به خاطر بیماری و مواردی که عرض کردم از دنیا میروند، گرچه اینها در روز قیامت حکمشون حکم شهدا هست، اما اطلاق کلمه شهید که فلانی شهید شده این در واقع درست نیست، زیرا که این اصل شهادت رو و مقام شهید رو که یعنی اصل اصطلاح شهید رو که برای کسی وضع شده که در مقابله با کفار به شهادت رسیده، اونو تحت تأثیر قرار میده، شاید کم رنگش قرار بده و این شهید یک شهید کامل نیست، یعنی شهید دنیا و آخرت نیست. پس بنابراین اطلاق کلمه شهید بر چنین افرادی اطلاق نکنیم اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن از الان سوالاشون آماده داشته باشن و کوتاه باشه سوالها، و وقتی هم که تماس گرفتن لطف بکنین از طریق گوشی تلفن ما صحبت کنین، منتظر نباشین صداتون از گیرنده پخش بشه. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن که بعضیا میگن بر زبان آوردن نیت نماز درست نیست، اما نیت قلبی کافی است. کمی بیشتر در این موضوع توضیح. اصل بر این است که اعمالی که در نماز ما داریم یا در هر عباداتی ما داریم اعمالی هست که تقسیم شده هست. بله. یعنی یک سری اعمالی مربوط میشه به قلب، یک سری اعمالی مربوط میشه به جوارح. درست. یعنی تقسیم شده بین قلب و بین جوارح و خود جوارح و اعضای ما هر کدام یک در واقع وظیفه رو در هنگام نماز یا عبادات دیگر دارن. نیت کردن اساساً کار قلب هست، یک عبادت قلبی هست، یعنی تصمیم قلبی و اراده قلبی که شما دارید که این کار قلب هست. تصمیم رو قلب میگیرد، زبان تصمیم نمیگیرد، زبان تکرار میکند و تکرار زبان هیچ گونه تأثیری در نیت قلبی ندارد. ما در هنگام نماز باید مواظب باشیم که اعمالی رو که قلبی هست به قلب بدهیم، اعمالی رو که زبانی هست اینو به زبان بدهیم. بعضی میان اینا برعکس میکنند، یعنی به خاطر اینکه اطلاع و آگاهی ندارن برعکس میکنن. اعمالی رو که باید با زبان انجام بشه، قرائتی رو که باید با زبان انجام بشه و اذکاری رو که باید با زبان گفته بشه، اینو واگذار میکنند به قلب، اما اون عبادتی رو که قلبی هست اونو میآورند به زبان.
اینا هیچ کدومشون درست نیست و عبادت و چنین نمازی درست نخواهد بود. چنین نمازی درست نخواهد بود. بدین معنی که در نماز قرائت یکی از ارکان نماز است، یا به تعبیر دقیق‌تر قرائت فاتحه یکی از ارکان نماز است. یعنی اگر کسی در نماز سوره فاتحه را قرائت نکند نمازش باطل است. قرائت یعنی چی؟ قرائت یعنی تلفظ کردن حروف و کلمات به گونه‌ای که از آن صدای تولید بشود و فقها گفتند حداقلش این است که خودت صدای خودت را بشنوی، صدای تلفظ کلماتت را بشنوی. مانند الحمدلله رب العالمین، این هم لبها تکان میخورن، زبان تکان میخوره و همین که صدای تولید میشه. این میگن قرائت. در نماز قرائت فرض هست، قرائت فاتحه فرض هست و جز ارکان نماز هست. الان فرض کنید یک فردی اومد در هنگام نماز لب روی لب گذاشت، صمون بکمون، تو قلب خودش و با دل خودش الحمد میخونه. زبان لب رو روی لب گذاشته، در قلب خودش داره مرور میکنه الحمدلله رب العالمین میکنه. چون این کسی نمازش باطل هست و قرائتی رو انجام نداده و یک از ارکان نماز رو ترک کرده، پس بنابراین نمازش باطل هست. حتما قرائت باید با زبان باشه. همین افرادی که قرائت رو که رکن هست و باید با زبان بیاورن، برعکس وقتی که نیت هست اصرار دارن بر این که نیت رو باید با زبان بگن. وقتی که نیت میکنم میگن نیت کردم مثلا که 4 رکعت نماز ظهر را بخوانم، حتما باید بر زبان بیاورند. خب چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود نداره. نیت کار قلب هست اما قرائت کار زبان هست. نیت باید با قلب انجام بگیره. نیت زبانی هیچ گونه تأثیری رو نداره. اگر شما بالعکس و یعنی اشتباه نیت زبانی بکنید نمازتون درسته. مانند این که فرض کنید الان نماز عشا هست، شما اومدید گفتید که نویت ان اصلی صلات الفجر، میدونید که الان نماز عشا هست، برای نماز عشا رفتید و در ذهنتون هست، اما زبانتون دچار اشتباه شده، گفتید که من الان نماز عشا رو میخونم. این اشتباه زبانی شما هیچ گونه تأثیری رو نداره. و احیانا هم دیده میشه که مردم خصوصا در نماز جماعت مردم عوام نیت گرفتند و دستها رو بستند و یک چیزی رو میخونن، دوباره سلام میدن، دوباره نیت میکنن، به خاطر اینکه فکر میکنند که نیتشون منعقد نشده، بر زبان مثلا یک چیز دیگری رو آوردن. پس بنابراین نیت کار قلب هست. بر زبان آوردن نیت نه واجب هست، نه فرض هست، نه سنت هست، حتی برای استحبابش هم دلیلی وجود ندارد. گرچه برخی از علما گفتن به خاطر اینکه دل و زبان یکی باشه بر زبان اینو تلفظ بکنید، اما دلیلی از قرآن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم. نیت قلبی یا ببخشید قرائت قلبی هیچ گونه اعتباری رو نداره. نیت باید بر قلب باشه. نیت زبانی معتبر نیست، نه واجبه، نه فرض هست و نه سنت و نه مستحب است. انسان باید به این نکات دقت بکنه و خصوصا این که قرائت رو حتما باید با لب و زبان انجام بدن، نه با قلب خودشون. اونهایی که در هنگام نماز لب رو لب میگذارن و با قلبشون قرائت میخونن نمازشون درست نیست. از این به بعد باید این مورد رو حتما دقت بکنن. درست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگانم آماده است و من باز تکرار میکنم بینندگان عزیزی که قصد دارن تماس بگیرن سوالا آماده داشته باشن و از طریق گوشی تلفن ما صحبتشون رو ادامه بدن، منتظر نباشن که صداشون از تلویزیون پخش بشه. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ. سوال شهریتون بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطف کنید یک کمی بلندتر صحبت کنید. سوال ما همین دوباره بپرسین. صداتون رو نداریم بیننده گرامی. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی شما وصل هستین، لطفاً صحبت کنید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. و همچنان سلام خدمت استاد محترم تقدیم میکنم. خدا کنه که صحت سلامت باشید. سلامت باشید. السلام استاد محترم یک چند هفته پیشتر در یکی از روزهای جمعه ما به نماز جمعه بسیار ناوقت رسیدم که وقتی که وضو هم نداشتم. وقتی که میخواستم برم وضو کنم همون جایی که باید وضو میکردم صفا استاده بود، راه بند بود و ما همونجا دفعتا یک تیمم کردم که فقط یک رکعت از نمازم تیر شده بود، تنها رکعت دومی هنوز رکوع نرفته بود، یعنی در قرائت بود.
ما تیمم کردم و در نماز جمعه استاد شدم. منتها وقتی که سلام دور دادیم خلاص شد، یک رکعت دیگر هم خواندم. بعد از اون من دوباره بله بفرمایید ادامه بدین. برادر گرامی بفرمایید. بله ادامه بدین سوالتون رو. خب ببخشید. بعد از اینکه یک رکعت دیگر هم دوباره من خواندم، بعد از اون باز سلام که دور دادم رفتم دوباره وضوی تازه گرفتم، 4 رکعت فرض نماز ظهر دوباره خواندم. گفتم میشه که این نماز جمعه نشده باشه، به خاطر که او بود امرای او بود ما تیمم کردم. امیر خواستم که از استاد پرسان کنم. و سوال دومی هم است که بعض کسا میگن که در این شبکه‌های توحیدی کسایی که از 4 امام فقهی اهل سنت اینا پیروی میکنن یا هم در جمله به حساب یکتاپرست نمیان. من گفتم نه این چنین نیست. باز امیرم خواستم که از استاد پرسان کنم که برشان تشریح کنه که من گفتم که در شبکه‌های توحیدی همیشه از این 4 امام فقهی اهل سنت اینا تعریف توصیف میکنن و حتی راجع به کتابایشون برنامه‌ها دارن. خصوصا در وصال حق گفتم استاد همیشه راجع به مسائل فقهی و برنامه‌ها دارن. چطور اینا میگن که کسایی که از این 4 فقه پیروی میکنن اینا به حساب یکتاپرست نیستن؟ یعنی از 4 فقه پیروی میکنن یا نمیکنن؟ نه میگه کسایی که از این پیروی میکنن میگه اینا به حساب در جمله یکتاپرست نمیان. آها درست. بله. و سوال سومی هم است که یک دوست ما سوال کرده بود از آلمان که اینا میگن که ما از بانک به خاطر میخوایم کار بار پول نقد قرض بگیریم و مثلا در حدود 50,000 یورو اگر میگم ما را قرض میتن، وقتی که از ما فیصدی میگیرن تقریبا در حدود 65,000 یعنی 15,000 یورو دیگه اضافه تر میگیرن. امیر خواستن گفتن که از استاد پرسان که این در جمله سود برابر میشه یا مثل حکم خرید فروش وارد؟ درست. یک جان تشکر از شما. سلامت باشین. سلام علیکم. تشکر میگم. بیننده گرامی تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. من یک سوالی داشتم. نماز خواندن پشت سر امامی که مخالف رفع یدین است، آیا نماز میشه نمیشه؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله. من خیلی تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد چندین یک دو سوال داشتیم. سوال اولتون؟ سوال اول همین است که به خاطر حجت گذاری در ممالک روسیه، حجت گذاری قیدی حجت گذاری رو بخشین صداتون پایینه، دوباره بگین. سوال همین است که به خاطر حجت هم در ممالک روس حجت یا حاجت؟ ما سوال چنین است که آیا ما عقد نکاح دولتی را از ممالک تاجیکستان فقط به خاطر اونه که در ممالک ما درست شده قید دولتی را بیکار میکنه؟ درست. دارم تماس بیننده قطع شد. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید برادر گرامی. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال شهریتون لطفا. از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. سلامت باشین. یک نماز ما از تاجیکستان. نماز؟ سوالم همین که نماز پیشین امام نماز سنت پیشین خوانده مسجد با امام برآمده میگوید که نماز فرض من میخوانم باز رفته خانهاتون به خانهتان نباید که من یه خطاگی کرده باشم چی کرده باشم خانهاتون باز بردوام خانهتان. یعنی در خانه منظور که در خانه سنت بخونید بعد؟
لبه حق نماز فرض ما از پس امام خانم درست. با امام عزت که رفته خانتون با تکرارا خونتون. یعنی سنت رو در خانه بخوانید منظوره. امام اینجوری گفت؟ نه سنت هم از چیز بخوندیم. درست. امام گفتی من فرض خانم اگر با رفته خانتون با فرض تکرارا خونه. خب چرا گفت؟ یعنی گفت فرض رو تکرار بخونید؟ من نمیدونم ما باید میگه تارسی من نادرست باشد ما باید خطا میکنم رفته خانتون با خانتون با. یعنی این امام همیشه این کار میکنه یا یک روز خاصی این کار کرد؟ یک بار برامت کردم خیر گفت من چند سال بازو امامی میکنم و ما باید خطا کرده باشم درست. رفته اسما تکرارا خانتون با. یعنی امام شما به شما گفته که احتمال داره که من نماز رو اشتباه خوانده باشم یا اینکه فرضاً امام وضو نداشته باشه. خوانده باشم رفته با خانتون تکرارا خونه. شاید وضو نداشته. بسیار خوب توضیح خواهم. ممنون از شما. سلامت باشید. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنم به مولای صاحب. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید سوال شریعتون. استاد یک سوال داشتیم. قبل از روزای جمعه برای نماز جمعه که اول وضو بگیریم و بعد غسل بکنیم، این صحیح است یا نه؟ بله سوال بعدی. همین، تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خوب است استاد گرامی. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. ما دفتر املاک داریم به ولایت نیمروز همینجا قراره که ما گرو میدیم و بخواستیم از استاد بپرسیم یا بالا کدام مشکلی از قرارداد خب ما نداره. درست. خانه کرایه میدین؟ خانه رو گرو میدن. یعنی خانه رو گرو میدین درسته؟ بله. یا همون رهن بله ما مثلا دفتر املاک داریم، خانه رو که گرو میدیم. سالی دارین در زمینه؟ خواستیم بپرسیم همین قراردادش که ما نوشته میکنیم کدام مشکلی که ما داره یا نداره. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باشین. تشکر میکنم. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. قد نکردیم من سوال داریم. بفرمایید. سوالتون؟ این در وقت نماز در سجده و رکوع با زبان فارسی دعا کنه. سوال بعدی؟ انا سوال بعدی همین که انسان به عذر نماز ترک کنه، مقصد قضاش کنه. چرا؟ آیا حکمی کنه؟ بدون عذر؟ به عذر بدون درست. انا بدون عذر نماز جماعت ترک کنه. نماز جماعت رو؟ بله ترک کنه. انا سیوم همین که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم انت دادی هست که مردها لباس سرخ نپوشن. لباس سرخ؟ مردها. درست. سوال دیگه هم دارین؟ زنده باش. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم. بفرمایید. سوالتون؟ سوال در مورد داده بود که همه پولی که ما به ایران لازم داره، خب خود ما افغانستان پول میده به صراف، بعد از ما کمیشن میگیره، مثلا هر میلیون 5000 تومان یا 10000 تومان. تو درباره دادنی اگر جواب بده. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر، ممنون. سلام اگر علیکم. یک چیز دیگه هم ببخشید، اگر پولم اگر با ما چند روز مثال اگر بمونه، باز اینا مثال 20000 تومان میگیره یا 25000 تومان میگیره.
یعنی تأخیر بکنید شما یا شما پول دستتون نباشه اونا بفرستن بعداً بدین گرانتر میگیرین، اینجوری دی نه؟ بله بله بله. اگر مثال میگه اگر 10 روز یا 20 روزی که طول میکشه ما میدون 20,000 تن میگیره. درست. تشکر میگم از شما. امروز شده. خدا سلامت باش. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام. سلام علیکم. در خدمت شما هستیم. چند تا سوال داشتم در خدمت. بفرمایید، فقط یکی بلندتر صحبت بکنین چون صداتون پایینه. چند تا سوال داشتم. سوال اولی ما این است که مادر من رحمت خدا رفت. ما تقریبا چند ساله که برای اون ما دو نماز بعد از شام. خب چند رکعت؟ دو نماز هم برای شام. خب یعنی 3 رکعت نماز؟ تقریبا 4-5 ساعت کار میکنه. حالا فهمیدم که نه این کار باید نکنه. کاری که ما کردیم درست است. من متوجه نشدم، یعنی صداتون پایینه. گفتم منظورت مادرتون به رحمت خدا رفته و شما براش نماز میخونید همیشه به این صورت، درسته؟ بله بله درست. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی ما این است که سستی حلال است یا حرام؟ چه چیزی؟ سستی. یکم بلندتر، من متوجه نشدم. یعنی حلال است یا حرام میفهم ولی اولش اگر لطف کنید دوباره تماس بگیرین چون صداتون داره قطع وصل میشه متاسفانه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. میبخشید یک سوال داشتم. سوال اول منی که وقتی که آدم نماز خود ختم میکنه بعد از وقت دعا میتونه آدم سجده کنه و دعای خود در سجده بگوید؟ یکی سوال اولم. سوال دومی که اگر کسی که زنی که شوهرش میمره و سنش هم از 60 بالا می باشه او هم عدت داره که باید 3 ماه بشینه به خاطر در اروپا امکان نداره. و سوال آخری همی که اگر کسی که بخواید ماه رمضان به حج بره از اروپا آیا میتونه که دوجه روزه بگیره یا یک روزه در سرش روا نیست به خاطر از این مسافر است؟ درست. بسیار زیاد تشکر. یک جان سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. برادر یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. همین من چند وقت پیش از شما درباره و ترجمه قرآن پرسیده بودم چگونه از همون اینترنت دریافت کنیم. گفته برادر میشری رشید یعنی تفسیر قرآن درسته؟ با یک برادر ترجمه میکردن. ما همون چیز رو میخواستیم که دسترس کنیم استفاده بریم لیکن نیافتیم در اینترنت. آیا میتونید که نام همون برادر رو برای ما نام بکنید؟ یعنی سایتی منظورتونه که تفسیر قرآن درش هست؟ انشالله سایت ترجمه قرآن ما در برنامه های وصال حق با ترجمه کرده میستن قرائت قرآن میشد و ترجمه میکنه یک برادر. ما بسیار معقول است. درست. خیر است انشالله. همون برادران نامشان ما در یوتیوب گفتیم نیافتیم. آقای سلیمانی منظورتونه؟ نامشان رو نمیدونم. میشری رشید تلاوت میکنه. این برادر ترجمه میکند. انمی برادر ما بایشون نامشون درکار. درست. خیر است انشالله. بعد دویم سوالم همین که استاد اگر این سایتی پیدا شد انشالله به شما بگیم منظورتون رو فهمیدیم. خب اگر دویم سوال همین استاد اگر زن طهارت میکند در کشیدن محسی سر اگر موی سرش اگر در پشت سرش برداشته ایستادگی
آیا میتواند که تا همون پشت سر مغز کشد یا باید که درست. سوال واضحه؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. شخصی اگر به خاطر کار نماز ترک نه یا مسجد ترک نه، چی حکمش میشه؟ حکمش چیه؟ مقصد اگر جای یک کار میکنه بگردش که اگر تو نماز بخونی ای کار خارج مسجد برای خارج میکنی، آیا این حکمش در چیه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ رحمت شده. سلامت باشین. تشکر میکنم شما. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. بسیار ببخشید اسماعیل شما رو زمان یک سوال داشتم. برای می مرده ها که فوت میکنه، من دوست باشه، پدر باشه، برادر باشه، برای بهترین چیزی که بعضی آدم بده صدقه جاریه خو میدانیم که از دیگر نماز نفل اگر بخوانیم و ارواح از یا وقت کنیم آیا جایز است در دین اسلام؟ سوالی هم دارین؟ نه تا خیر، تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تشکر، زنده باشین. از بینندگان نیست که تا الان پشت خط ماندن هم عذر می‌طلبیم و انشالله اگر دوباره وقت شد و زمان بود تماس دوباره میگیریم و انشالله سوالاتون رو تماس میگیریم و انشالله سوالاتون هم آماده داشته باشین تا سوال بپرسین. در اینجا با هم یک میانبرنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. برنامه‌های زنده شبکه جهانی وصال حق. وأعطوني حبالا من وصالي قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل 12 ساله شیعه امان اعتقادی را داشتند که محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه و همه کسانی که امروز متهم به سلفیت و برنامه امامان وهابی شیعه پخش زنده شنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه رحمت پخش زنده یک شنبه ها ساعت 15 به وقت مکه مکرمه، 15:30 تهران، 16:30 کابل و 17 تاجیکستان. برنامه جایگاه سنت در اسلام پخش زنده یک شنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه آموزش حفظ قرآن پخش زنده یک شنبه ها ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 کابل و 21 تاجیکستان. برنامه بازسازی اندیشه پخش زنده دوشنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه پرسش و پاسخ پخش زنده دوشنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه آن روی سکه پخش زنده سه شنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه زلال ایمان پخش زنده چهار شنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل
و ساعت 19 تاجیکستان. برنامه منبر وصال پخش زنده چهارشنبه ها ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 کابل و 21 تاجیکستان. برنامه دریچه پخش زنده پنج شنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه سفره دل پخش زنده پنجشنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه آموزش روحانی قرآن پخش زنده جمعه ها ساعت 16 به وقت مکه مکرمه، 16:30 تهران، 17:30 کابل و 18 تاجیکستان. برنامه قلب آسیا پخش زنده جمعه ها ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 شب کابل و 21 تاجیکستان. شما می‌دانید که در شبکه جهانی وصال حق آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا اولین بیننده‌ای که از طریق تلفن صداشون بس شد و تماس گرفتن گفتن که یک بار رخ داد که در نماز جمعه دیر رسیدم و وضو نداشتم، خواستم که برم وضو بگیرم، در جلو وضوخونه هم صف ایستاده بود، مجبور شدم تیمم بکنم و یک رکعت به نماز برسم، نماز بخونم و بعد برای احتیاط و یک رکعت رو هم کامل کردم خودم با همون تیمم.
و بعد برای احتیاط گفت که دوباره وضو گرفتم و 4 رکعت ظهر را خواندم. آیا این کارم درست بوده یا نه؟ چه حالتی در این حالت درست؟ در مورد نماز جمعه و روز جمعه، روزی هست که یک فضیلت خاصی رو دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب فرمودند که خیلی زود ما به مسجد برویم. حتی بسیار از علما معتقد بینین هستند که وقت رفتن به نماز جمعه بعد از طلوع فجر، یعنی از وقت نماز چاشت یا همون اشراق یا اون ضحی که خونده میشه برن در مسجد و این روز رو در عبادت بگذارانن. اقوال مختلفی از این زمینه منتها اون چیزی که متفق علیه هست این است که مبادرت، یعنی زود رفتن به نماز جمعه، یکی از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار تاکید کردند بر آن. و در روز جمعه نماز جمعه فرض است بر شما، یعنی در جایی که نماز جمعه برگزار می شود، در شهری که نماز جمعه اقامه می شود، بر مردانش نماز جمعه فرض هست، باید که به جمعه بروند و حضور داشته باشند. و یکی از شرایط نماز به صورت کلی، نماز جمعه یا نمازهای دیگر، طهارت هست که انسان باید همراه با طهارت، یعنی با وضو باشد وقتی که می رود نماز بخواند. نماز بی وضو درست نیست. در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که لا صلات بغیر طهور، بدون از طهارت و بدون وضو نماز خوندن درست نیست. و یکی از شرایط متفق علیه در میان علما و اهل اسلام هست. و جواز تیمم یک شرایط خاصی رو دارد، یعنی شما می توانید در جایی تیمم بکنید که آب وجود نداشته باشد، یا اینکه شما در سفر باشید، در بیابان باشید، آبی وجود نداشته باشد، یا اینکه توانایی استفاده از آب را نداشته باشید. در اون صورت تیمم برای شما جایز هست. در غیر این صورت تیمم جایز نیست. و به بهانه این که شما به نماز جماعت یا به نماز جمعه نمی رسید، جایز نیست که تیمم بکنید. یعنی این کار شما کار اشتباهی بوده. باید صبر میکردید، وضو میگرفتید، به هر مقداری که از نماز جمعه رسیدید که فبها و نعمه، نرسیده بودید نماز خودتون رو کامل میکردید، یا اینکه نماز ظهر رو به جاش میخوندید. تیمم کردن در شهر برای این که شما به نماز جمعه یا جماعت برسید از نظر شرعی اصلی ندارد و درست نیست. و اگر با تیمم در شهر نماز جمعه را یا جماعت را یا هر نماز دیگری رو بخونید، چون این نمازی معتبر نیست، گویا که شما بدون وضو نماز خواندید. وقتی که به نماز جمعه نرسیدید، حکمش این است که شما باید نماز ظهر را بخونید. همین که شما بعد از اینکه نماز تمام شده رفته دوباره وضو گرفتید و نماز ظهر را خواندید، کار درستی رو انجام دادید و نماز ظهر شما درست است. برای کسانی که به نماز جمعه نمیرسند یا در جایی هستند که نماز جمعه اقامه نمی شود، حکمش این است که نماز ظهر را بخوانند. و شما که به نماز جمعه نرسیدید یا نماز جمعه را فرض کنید یک فردی خوانده بدون وضو خوانده، اصلا حواسش نبوده، رفته نماز جمعه را خوانده، بعد از نماز متوجه شده که وضو ندارد، حکمش این است که نماز ظهر را بخوانند، نماز جمعه را دیگه نخواند. و زیرا که نماز جمعه یک نماز اجتماعی هست که به صورت جماعت خونده می شود و انفرادی نیست. شما که نماز جمعه نرسیدید یا وقت متوجه شدید که وضو نداشتید یا با تیمم رفته بودید نماز جمعه را خوندید، حکمش این است که دوباره نماز ظهر را اعاده بکنید و شما دوباره وضو گرفتید و نماز ظهر را خوندید. این کار درستی کردید و فرض روز جمعه از گردن شما ساقط شده. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که گفته شده یعنی شنیده شده گفتن که کسانی که یا حتی در کانال هایی که از 4 امام پیروی میکنن اینها جزو یکتاپرستان نیستن. این حرف تا چه حد اعتبار داره؟ این حرفی که اتهام 100% هست در میان شبکه‌های اهل سنت و الجماعت. من سراغ ندارم کسی را که چون این حرفی رو زده باشد. حتی در میان علمای اسلام من چون این چیزی رو سراغ ندارم که گفته باشه اگر کسی بر مذاهب اهل سنت و الجماعت 4 مذهب عمل بکنه موحد نیست یا عبادتش درست نیست. فکر نمی کنم که یک عالم دینی اهل سنت و الجماعتی هر مذهبی که باشه بتونه چون این حکمی رو صادر بکنه. این یک دروغ هست، یک افترا هست برای اینکه مردم را از اهل توحید در واقع متنفر بکنن. چون این حکمی رو و چون این فتوایی رو ساختند و رواج دادند. هیچ کسی از دوستان ما در هیچ کدام از شبکه‌های اهل سنت و در هیچ کتابی از کتاب‌های اهل سنت، در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت، نه سلفی نه به قول آقایون وهابی نه هیچ کسی دیگر چنین فتوایی رو صادر نکرده. بالفرض اگر کسی هم چنین حرفی رو زده باشه اشتباه کرده.
من سراغ ندارم که کسی چنین حرفی رو و چنین فتوایی رو داده باشه. هیچ عالمی چنین جرأتی نمی‌کند که بگوید هر کسی که بر مذهب حنفی عمل بکند یا پیرو 4 مذهب اهل سنت و الجماعت باشد اون نمیدونم که موحد نیست یا عبادتش قبول نیست. هیچ عالمی چنین جرأتی رو به خودش نمیداد، بلکه به اتفاق تمام علمای اهل سنت و الجماعت 4 مذهبشون و غیر 4 مذهبشون همه اتفاق نظر دارند. هر کسی که بر یکی از 4 مذهب اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین، اگر بر اینها عمل بکند عبادتش درست هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، بلکه این بزرگواران جز سلف صالح ما هستند و جز امامان و ائمه بزرگ اهل سنت و الجماعت هستند و مذاهبشون مذاهب حقی هست و عمل کردن بر هر کدام از این 4 مذهب از نظر شرعی 100% جایز هست و هیچ گونه اشکالی رو ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که در اروپا به خاطر احتیاج مال که دارن یا میخوان یک کاروبار جدید رو شروع بکنن وام میگیرن از بانک در حدود 50,000 یورو و بعد از آن در آخر نهایت پرداخت گفتن که 15,000 یورو هم اضافه بر اون 50,000 رو میدن. گفتن آره این کار چه حکمی دارد؟ آیا حکم سود دارد یا حکم خرید و فروش؟ قطعا این دقیقاً هم سود و ربایی هست که در شریعت اسلامی از آن نهی شده. یعنی شما یه مبلغ پولی رو دریافت کردید و در مقابل مجبور هستید که مبلغ بیشتری رو به اون کسی که به شما قرض داده پرداخت بکنید. این دقیقاً مفهومش ربا هست و چون این کاری جایز نیست. هیچ تفاوتی ندارد که اون کسی که به شما پول میدهد، اون بانکی که به شما پول میدهد و بیشتر و سودی رو دریافت میکند بانک اسلامی باشه، در کشور اسلامی باشد یا بانکی باشه در کشور کفر باشه، مسلمان باشد یا کافر باشد، هیچ گونه تفاوتی رو ندارد و این جزء مواردی هست که سود و ربا شمرده می شود و چون این چیزی جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. نماز پشت سر کسی که رفع یدین نمی کند آیا درست است یا نه؟ بله 100% نماز پشت سر امامی که رفع یدین نمی کند، بدین معنی که امامی هست که بر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل می کند و نظرش و تحقیق و بررسیش به اینجا رسیده که رفع یدین مثلا سنت نیست. هیچ اشکالی نداره. شما ولو این که معتقد هستید که رفع یدین سنت هست، جایز هست برای شما که پشت سر امامی که رفع یدین نمی کند یا آمین بالجهر نمی کند، جایز هست که شما پشت سر اون نماز بخونید و همچنین عکسش جایز هست. اون کسی که انجام میدهد اگر یک حنفی برات پشت یک امام شافعی یک امام حنبلی که رفع یدین میکنند نماز بخواند، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. قبلا هم عرض کردم که هر 4 مذهب از مذاهب اهل سنت و الجماعت حق هستند و دلیلاشون یعنی احکامی که صادر میکنند بر مبنای قرآن و سنت هست. الان مواردی هست که اجتهادی هست. اجتهاد یک عالمی متفاوت با اجتهاد عالم دیگر هست. وان کسی که نماز میخواند و رفع یدین نمیکند بر مبنای فتوای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علمای احناف عمل میکند و از نظر شرعی حکمش این است که باید بر فتوا یک عالم عمل بکند. به قول یک عالمی اعتماد دارد، از یک عالم سوال کرده که رفع یدین بکنم یا این کار رو انجام ندم، گفته که مثلا رفع یدین نکن، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. شما میتونید پشت سر چنین امامی نماز بخوانید و اساسا رفع یدین یکی از سنت های فعلی نماز هست. یعنی یک فعل هست که انجام دادنش در نماز سنت است. در هنگام در واقع تکبیر تحریمه یا رفتن به رکوع، برخاستن از رکوع و رفتن به سجده، برخاستن از رکوع و رفتن به سجده و هنگام برخاستن از قعده و التحیات اول جز مواردی هست که سنت هستند. اگر کسی این موارد رو ترک کرد نمازش صحیح است، ولو اینکه معتقد به سنیت باشد و ترک بکند نمازش صحیح است. اگر معتقد به سنت بودنش نباشد که به طریق اولان نماز پشت سر چنین فردی جایز هست و هیچ گونه اشکالی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان سوالشون درباره عقد نکاح بود که سوال خوب واضح نبود برای ما، ولی کلا گفتن عقد نکاحی که در صورت دولتی بسته می شود یا در محضرهای دولتی بسته می شود چه حالتی دارد؟ درست است یا نه؟ گرچه سوالشون کاملا واضح نبود، اگر منظورشون این است که نکاح نمی بندند صرفاً برای این که به فرض کنیم که بتونن پاسپورت بگیرند یا مدارک دولتی رو بگیرند، یک عقد سوری انجام میدهند یا میرن در پیش دولت و در دفاتری که ثبت میکنند، اگر منظورشون این هست یعنی زن و شوهر نیستن، صرفا یک عقدی رو میخونند بدون این که نیت بکنند که مثلا زن و شوهر باشند یا این که میرن ثبت میکنند به عنوان زن و شوهر و در واقع زن و شوهر نیستن. اگر منظورشون این بوده چون این کاری از نظر شرعی درست نیست، زیرا که ازدواج یکی از مواردی هست که
که شوخیش هم جدی هست و جدیش هم جدی هست. یعنی وقتی که یک دختر و پسری در حضور شاهد قبول کردند که زن و شوهر همدیگر باشند، از نظر شرعی نکاح اونها در واقع منعقد شده، یعنی ایجاب و قبول صورت گرفته. وقتی که شاهد بگیرند یا وقتی که برند اون رو ثبت بکنند، دیگه زن و شوهر حقیقی و واقعی خودشون هستند. اما صورت دومی که من متوجه شدم یعنی این که بالفرض در کشور تاجیکستان یا در فلان کشور شخصی اجازه ندارد که بیشتر از یک خانم داشته باشد، مجبور است که یکی از خانم‌هاش رو ثبت محضری یا دولتی نکند. هیچ گونه اشکال شرعی ندارد یک خانمی ثبت باشد به عنوان همسر شما که در نزد حکومت همسر شما هست و یکی دیگر نکاح عرفی باشد، یعنی چند نفر جمع شده باشید با حضور ولی دختر و 2 نفر شاهد نکاح خونده باشید. این نکاح هم از نظر شرعی درسته، هیچ اشکالی ندارد ولو این که در دفاتر حکومتی ثبت نشده باشد. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که یک بار رخ داد که در بعد از نماز ظهر که نماز ظهر رو خواندیم و بعد از آن امام به ما گفت که یعنی شک کرد در نماز و گفت که برین در خانه دوباره از نو برای احتیاط نماز بخونید. این کارش درست بود یا نه؟ اصل بر این است که نمازشون درسته. ایشون گفتند که امام شک داشته در نماز خودش. با شکی که امام داشته نماز باطل نمی شود. این مثلا شک داشته که آیا وضو داشته یا وضو نداشته، یا شک داشته که مثلا شاید یک چیزی رو در نماز کم و زیاد کرده. خب کسانی که مقتدی بودند پشت سر امام میدونستند که نمیدونم قرائت خوانده یا نخونده یا یک رکعتی رو کم یا اضافه خونده. اگر شک در وضو و طهارت بوده هیچ گونه اعتباری رو ندارد. این اصل بر این است که وضو داشته. اگر میدوند که وضو داشته اما شک هست که آیا وضوش شکسته یا وضوش نشکسته، حکمش این است که نمازش درست است و با شک اون یقین در واقع از بین نمی رود. اما اگر امام شک داشته که یک در واقع یک رکعتی رو بالفرض کم خونده باشه، حکمش این است که باید یک رکعت دیگر بخواند. اگر واقعا مقتدی‌ها متوجه شدن یک رکعتی رو کم خونده، الان همه‌شون سلام دادن، خب چنین نمازی باطل هست. باید اگر که زود هست یک رکعت دیگر بخونن، اگر تأخیر شده باید کلا نماز رو اعاده بکنن. اما این که شک داشته که نمیدونم وضو نداشته، شاید نمازش درست نباشد، با این حدس و گمان و با شک و شاید هیچ گونه حکمی عوض نمی‌شود و اعاده نماز بر اینها لازم نیست. همون نمازی که در مسجد خوندند کافی هست و اشکال نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در روز جمعه برای غسل آیا باید قبل از غسل وضو بگیریم یا نه؟ لازم نیست که قبل از غسل وضو بگیرند. یعنی اگر کسی غسل بکند با همین غسل همان طهارتی که با وضو حاصل می شود با غسل هم حاصل می شود. در شریعت اسلامی ما 3 روش داریم برای حصول طهارت. 3 روش برای حصول طهارت. کسی در واقع از نظر شرعی به قول معروف و عامیانه بی نماز هست، یعنی طهارت ندارد و نمیتواند که نماز بخواند، 3 راه وجود داره برای این که طهارت حاصل بکند. اول وضو گرفتن هست. اگر وضو گرفت یعنی آن که اون نجاست حکمی مرتفع می شود، الان میتواند که نماز بخواند. بدنش پاک هست، طهارت داره، میتواند که نماز بخواند و بقیه عبادات رو انجام بدهد. صورت دوم غسل کردن هست، یعنی کل بدن خودش رو بشوید به نیت طهارت. این صورت دوم هست و میتواند که طهارت رو به این کیفیت حاصل بکند و نماز بخواند. و در صورتی که توانایی وضو گرفتن رو ندارد یا توانایی غسل کردن رو ندارد، بنابر دلایل موجهی در این صورت میتواند که تیمم بکند. اگر تیمم هم که بکند با خاک، در این صورت هم در واقع طهارت حاصل شده، میتواند که با چنین طهارتی در واقع نماز بخواند. قبل از غسل وضو گرفتن واجب نیست. قبل از غسل وضو گرفتن واجب یا فرض نیست، جز سنت های غسل است. جز سنت های غسل است. یعنی روش مسنون و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم این بوده که قبل از غسل ایشون در واقع وضو می گرفتن. یعنی اول اعضای وضوی خودشان را می شستن، دقیقاً مانند وضویی که برای نماز می گرفتن، و بعد از این تمام بدن خودشون را آب می کشیدن. این سنت هست در غسل، یعنی لازم و واجب نیست. اگر کسی این گونه باشه که مثلا بدون این که وضو گرفته باشه مستقیما رفته باشه زیر دوش و بدنش آب گرفته باشه، هیچ اشکالی وجود نداره، غسلش صحیح است. در صورتی که با نیت طهارت رفته غسل کرده غسلش صحیح است، ولو این که وضو نگرفته باشه. اما کسی که قبل از غسل وضو بکند غسلش کاملتر هست، سنتی رو انجام داده، ثواب بیشتری رو دارد و این چنین غسلی در واقع غسل کاملتری هست. اما وضو گرفتن قبل از غسل جز واجبات غسل نیست. اگر کسی وضو هم نگیرد غسلش کاملا صحیح و درست است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که دفتر املاک دارند و
خانه ها را گرو میدهند. آیا این کار مشکل دارد از نظر شرعی یا نه؟ گرچه در این زمینه من بارها عرض کردم که این روش گرو دادن این گرو و رهن شرعی نیست. در رهن شرعی یک سری شرایطی رو دارد. اون کسی که رهنی رو دریافت کرده از نظر شرعی نمیتواند از آن استفاده بکند و این موردی که امروزه وجود دارد یک مورد نادرستی هست از نظر شرعی، چون این عملی درست نیست و کار خلاف شرعی هست و بنابر قاعده‌ای که در این زمینه فقها دارند کل قرض جر نفعا فهو ربا. قرضی که یک نوع منفعتی رو شما در مقابلش حاصل بکنید این یک نوع ربا شمرده می شود. یعنی این که شما به یک کسی یک قرضی رو میدهید و در مقابل قرضی که به اون دادید از خونش استفاده میکنید، از ماشینش استفاده میکنید یا مشروط به اون قرض میدهید. من به تو قرض میدهم اما مشروط بر این که یک ماه میخوام در خونه تو زندگی بکنم یا یک ماه مثلا خرج مرا بدی یا مثلا ماشین تو بدی من میرم فلان سفر خودم. این از نظر شرعی کار درستی نیست. اما این تفاوت داره با کسی که یک پولی رو قرض میدهد و در مقابل بیشتر از مبلغی که داده دریافت میکنه. این هم ربا هست. یعنی این که من به شما مثلا 1,000,000 تومان میدهم در مقابل 1,500,000 از شما تحویل میگیرم. یک ماهه به شما میدم شما مشکلتون حل بکنید اما بعد از یک ماه 1,500,000 به من بدید. این کارم حرامه، ربا هست و ربای اصلی هم این هست. این حرمتش بیشتر از این موردی هست که در مورد گرو هست. در مورد گرو شما پول اضافی نمیگیرید، یعنی همون مقداری رو که شما طلب کردید بعد در قرارداد نوشتید که مثلا این خانه رو من رهن میکنم به شما میدن در مقابل 20 میلیون، اون در واقع مستاجر شما از خانه استفاده میکند و وقتی از خانه رفت بیرون شما دقیقاً همین پول رو بدون کم و کاست دوباره به اون باز میگردانید. گرچه عرض کردم که این از نظر شرعی نادرست هست، جز مواردی هست که قرضی هست که یک نوع منفعتی رو در بر دارد، نباید چنین کاری رو انجام بدید. اما اگر انجام شد گناهش به اندازه گناه رباخواری نیست. مانندی نیست که شما پولی رو داشته باشید و در مقابل آن یعنی پول بیشتری رو دریافت کرده باشید. سعی بکنید که مورد دیگری رو یعنی پیدا بکنید برای اینکه مطمئن باشید. به طور مثال اون مبلغ کرایه 1 سال رو مثلا مستاجر مثلا قبلا پرداخت بکنه به عنوان کرایه یعنی تقسیم بشه بر سر ما. همین مبلغی رو شما به عنوان رهن میگیرید، همین رو به عنوان کرایه فرض کنیم 1 ساله یا 2 ساله از اون تحویل بگیرید، مال شما هست. اگر مستاجر شما زودتر از خونه رفت بیرون خب باقی مانده پولش رو کاملا میتونید به اون در واقع تحویل بدید. این گونهش با احکام شرعی بسیار نزدیکتر و هماهنگتر هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوال پرسیدن که در سجده و رکوع آیا درست هست که دعا به زبان فارسی یا به زبان کلا غیر از عربی خوانده بشود یا نه؟ دعا در نماز به زبان فارسی جایز هست. یعنی کسی در نماز یعنی در سجده نماز یا در اتحیات نماز دعای عربی بلد نیست، اولویت با دعای عربی هست و در میان دعاهای عربی اولویت با دعاهایی هست که مأثور هست یعنی مسنون هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعاها رو خوندن چه در نماز یا چه در غیر نماز. اولویت با دعاهای مسنونه هست، دعاهایی که رسول الله خوندن و بعدش اولویت با دعاهایی هست که با زبان عربی خوانده می شود. اما اگر کسی زبان عربی بلد نبود یا کسی دعای مأثوره بلد نبود هیچ گونه اشکالی ندارد، میتواند که با زبان محلی خودش، زبان فارسی باشه یا بلوچی، کردی، هر زبان دیگری، میتواند که در سجده یا در اتحیات بعد از این که اتحیات رو خونده در قعده اخیر میتواند که دعا بکند. اما دعا کردن در رکوع جایز نیست. دعا کردن در رکوع جایز نیست، زیرا که در این زمینه روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فاما الرکوع فعظموا فیه الرب. فرمودند که در رکوع تعظیم الله متعال را به جا بیاورید، این عظمت الله متعال را بیان بکنید، الله را با عظمتش بستایید، سبحان ربی العظیم بگویید. و اما السجود فاجتهدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. اما در سجده دعا بکنید و سعی بکنید نه تنها که دعا بکنید، فاجتهدوا فی الدعاء، زیاد دعا بکنید، بکوشید در دعا کردن و سزاوار هست که دعای شما در واقع قبول بشود. این روایت صحیح هست، در صحیح مسلم هست. در رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده که دعا کرده باشند و برعکسش فرمودند که شما در رکوع عظمت الله متعال را بیان بکنید، اما در سجده همراه با این که شما عظمت الله را و علو
الله متعال را سبحان ربی الاعلی رو میگویید در کنار آن زیاد دعا بکنید، زیرا که شایسته است که دعای شما در سجده قبول بشود. و در روایت دیگر اومده که نزدیکترین حالتی که انسان با پروردگار خودش دارد در حالت سجده هست و اکثر فیه من الدعا، که در حالت سجده زیاد دعا بکنید. جزاکم الله خیر. باز سوال در مورد نماز است و بیننده پرسیدن که آیا انسان اجازه دارد بدون هیچ عذری نماز جماعت را ترک کند؟ ترک نماز جماعت، اصل خود حکم نماز جماعت این است که یک از واجبات شرعی هست. یعنی کسانی که توانایی دارند برای نماز جماعت به مسجد بران، بر اونها واجب هست. دلایلی در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. به طور مثال در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من تصمیم گرفتم یکی رو بگویند اذان و اقامه بشه و نماز رو شروع بکنند و من بروم با یک گروهی اون کسانی را که برای نماز جماعت حاضر نمیشوند خانه هایشون را به آتش بکشم. یعنی یک تهدید و وعید سختی هست از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم و این بیانگر وجوب نماز جماعت هست. اگر این نماز جماعت واجب نبود، هیچگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر ترک یک امر مستحب نمیگه من دوست دارم که برم خانه های کسانی را که به نماز جماعت نمیآیند خانه هاشون آتش بزنم با خودشون. این دلالت بر وجوب دارد که این امر، یعنی حضور در نماز جماعت، یکی از واجبات شرعی هست. انسان حتما باید شرکت بکند. و همچنین روایت دیگری که در این زمینه اومده که یک فردی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که من نابینا هستم و کسی هم نیست که عصای دست من باشه، دست ما رو بگیرد و ما را برای نماز جماعت بیاورد. آیا من میتوانم در منزل نماز بخونم؟ ابتدا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله، مشکلی ندارد. و بعد از این که میخواستند برگردند گفتند که آیا صدای اذان را میشنوی؟ گفتن بله صدای اذان رو میشنوند. فرمودند که پس جواب بده، یعنی اجابت بکن اون صدایی رو که میشنوی. یعنی واجب هست که حتما باید در نماز جماعت در واقع شرکت بکنیم. اما برخی از موارد هست که جز موارد استثنایی هست، جایز هست که به خاطر این موارد شما در خونه نماز بخوانید. مانند این که کسی مریض هست نمیتونه که به مسجد برود، هیچ گونه اشکالی نداره. یا در منزل یک موردی هست که نمیتواند منزل رو ترک بکند، یک بیماری دارد که 24 ساعت باید بر بالای سرش باشه، یا یک بچه کوچیک تنها داره نمیتونه اونو به مسجد ببره و نمیتونه که اونو تنها بگذاره، میتونه باید کنارش باشه. یا فرض کنیم باران شدیدی هست، طوفانی هست، فرض کنیم که یک خوفی هست و بیمی وجود داره اگر بیرون بره شاید کشته بشه، دستگیرش بکنن، حکومت ظالمی هست. این سری مواردی هست که جزء عذرهای شرعی شمرده میشن. شما میتوانید که با این عذرها نماز جماعت رو ترک بکنید و در منزل نماز بخونید. اما بدون عذر ترک نماز جماعت یک نوع گناه هست و ترک واجب شرعی هست که جایز نیست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم از پوشیدن لباس سرخ برای مردها نهی کرده؟ اصل در مورد پوشش و لباس این است که همه رنگش یعنی جایز هست، هم برای زن و هم برای مرد. تمام رنگ هایی که وجود داره از نظر شرعی استفاده کردن از اونها اشکال نداره، بلا مانع هست، مگر مواردی که استثنایی وجود داشته باشه، یا اینکه حدیث صحیح در این زمینه اومده باشه که فلان رنگ لباس را شما مثلا استفاده نکنید. به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در سنن ابو داود هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که البسوا من ثيابكم البياض، لباس سفید بپوشید. یعنی بیشتر ترغیب کردند که لباس سفید بپوشید. فانها خیر ثيابكم، زیرا که رنگ سفید بهترین لباسی است که شما میتونید که بپوشید. و کفنوا فیها موتاکم، و مردگانتان را هم در این لباس در واقع دفن بکنید. روایت صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم که تشویق و ترغیب کردند برای پوشیدن لباس سفید و همچنین اینکه در واقع فرمودند بهترین لباس هست و مردگانتان را هم در این لباس کفن بکنید. اما بقیه رنگ ها هم جایز هست. رنگ سیاه پوشیدنش جایز هست، هم برای مردان هم برای زنان و تمام رنگ های دیگری که وجود داره. منتها در این زمینه باز هم روایتی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد رنگ قرمز پررنگ و روشن. در این زمینه روایت اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایتی از در سنن
نسائی هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده که میگه که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الثوب الاحمر. رسول الله صلی الله علیه وسلم از پوشیدن لباس قرمز و سرخ رنگ در واقع من فرمودند. این روایت در سنن نسائی هست و روایتش هم روایت صحیح هست. منتها این لباسی هست که یعنی قرمز و سرخ خالص باشه، اما اگر خطدار باشه باز هم هیچ گونه اشکالی نداره. اگر قرمز فرض کنیم که تیره باشه، کمرنگ باشه، باز هم هیچ گونه اشکالی رو نداره. معمولا رنگ هایی که متفاوت هست، یعنی رنگ قرمزی که مردان میپوشن تا زنان میپوشن متفاوت هست. بین خاطر من این عرض میکنم که روایت دیگری در این زمینه وجود داره در صحیح بخاری و مسلم از حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه هست که در مورد توصیف رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ایشون میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مربوعا. رسول الله صلی الله علیه و سلم چهارشانه بودند، یعنی اعتدال خلقتی داشتن. و در ادامه این روایت اومده رأیته فی حلة حمراء ما رأیت شیئا احسن منه. من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک لباس قرمز رنگی بودند که از آن زیباتر من ندیده بودم. از آن زیباتر من ندیده بودم. این دو تا حدیث رو ما میتونیم در کنار هم قرار بدهیم به این معنی که اگر رنگی هست که مخصوص زنها هست، قرمز بسیار روشن هست که زننده هست، یا اینکه در عرف مثلا استفاده کردن مردان از چنین رنگی از نظر مردم یعنی زننده هست و انسانهای با شخصیت چنین لباسی رو در واقع نمیپوشند، انسان نباید چنین لباسی رو بپوشه. و اساسا لباسی که لباس شهرت باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون منع کردن. یعنی لباسی که انسان رو از دیگران کاملا متمایز بکنه و انگشت نما باشه در میان جامعه، چون این لباسی رو انسان نباید در واقع بپوشه. منتها اگر قرمزی هست که خط دارد، یعنی خطهایی از غیر رنگش داره، رنگ زمینش فرض کنیم قرمز هست رنگ‌های و خطوط دیگری رو داره، یا این که رنگ دیگری هست و خطوط قرمزی رو داره، در این صورت استفاده کردن از اون هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما اگر رنگ قرمز خالص و روشن باشه بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عباس مکروه است که انسان چنین لباسی رو استفاده بکنه. درست. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان از زیر نویس بکنن تا چند تا دوباره سوالات بینندگان رو بگیریم. و بیننده بعدی پرسیدن که در ایران کار میکنن و پول را حواله میکنن از طریق صرافی و صرافی گفتن که در مقابل این حواله کردن پول کمیسیون میگیرند. آیا این کمیسیون گرفتن درست است یا نه؟ و گفتن که مثلا در مقابل 1,015,000 میگیرند، اگر هم بیشتر بماند در مقابل 1,020,000 میگیرند. این درست یا نه؟ اصل یعنی مبلغی رو که دریافت میکنن برای عملیات حواله کردن این از نظر شرعی اشکالی نداره، به خاطر اینکه شما نمیتونید پول خودتون رو منتقل بکنید به افغانستان مثلا و مجبور هستی کسی دیگر این کار رو برای شما انجام میده، یک صرافی این کار رو انجام میده و در مقابل این خدمتی که برای شما انجام میدهد یک مبلغی رو از شما دریافت میکند. این از نظر شرعی جایز هست، اشکال نداره. اما قسمت دوم سوالشون که یعنی اگر تأخیر بشه یک مبلغی رو کم میکنند یا اضافه میکنند، چون این کاری درست نیست. اگر به خاطر اینکه مثلا دیر این پول رو حواله کردند یا زودتر حواله کردند یک مبلغی دیرکردی بران بخوره یا یک نوع سودی به مشتری بدند، من دقیقاً هم سوال رو متوجه نشدم. اگر این گونه باشد این از نظر شرعی اشکال داره. اما خود این که پولی رو شما به صرافی میدهید که صرافی اینو منتقل میکنه به معنی حواله میکنه به یک شهر و کشور دیگر و در مقابل حواله کردن یک مبلغی را از شما به عنوان حق و زحمت خودش میگیرد، این از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. تماس های بینندگان وصله. بیننده رو میگیریم که باز تکرار میکنم البته بینندگان عزیز که سوالاتون آماده داشته باشین و بعد تماس بگیرین تا وقت برنامه زیاد گرفته نشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام. اسم وایس از سیدان شما را زحمت میتم. سلامت باشید. ما دو سوال داشتم جناب از آقای دیقانی. سوال اولتون؟ سوال اول نیست. در جایی که من کار میکنم همین مردم نصرانی هستن و بسیار مردم متعصب هستن و وقت نماز که میشم از بسیار مشکل یک وقت پیدا میکنم که برم نماز خود ادا کنم. من سوال می بود که اگر من صرف نماز فرض در اونجا ادا کنم و
سنت های را باز بخوانه؟ آیا که امکان داره که کار کنم؟ این نماز فرض رو در سر کار ادا کنید؟ بله، چون بسیار وقت کم است. درست، اجازه نمیدن زیاد. شکل دزدی میرم نماز ادا میکنم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ و سوال دوم، مادرم چیز است، تکلیف جلدی داره و نمیتونه که با آب همیشه تماس داشته باشه و تیمم بدی شکلش چه قسم است؟ آیا می تیمم که میکنه بر نمازهای جمعه همین کفایت میکنه یا باید است که طهارت بگیره و غسل کنه؟ درست. جان. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی برنده بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. تشکر برادر جان. گفتم یک سوال بود که بفرمایید. سلام. صدای شما وصل و بفرمایید صحبتتون ادامه بدین. سوال شهریتون؟ سعید تشکر برادر. یک سوال هست که از یکی از برادران پیشم پرسان کردن، همین نماز پیشین که میخوانیم 10 رکعات به حساب حنفی مذهب ما میخوانیم 10 رکعات، 4 رکعات فرض، 4 رکعات سنت، 4 رکعات فرض و 2 رکعات هم سنت. و بعضی از برادر که در مجمع کارشون بس میکردم باز اونا گفتن که نه 4 رکعات فرض اول نخوانیم خوبتر است، ولیکن کدام حدیث نامده، ولیکن ما چرا 4 رکعت سنت اول نخوانید؟ 4 رکعت اول سنت بله ها. درست. اول میگه 4 رکعت فرض شروع می شود، باز 2 رکعت سنت هم اگر خواندین خوب، اگر نخواندین هم فرق ندارد. باز ما گفتیم 10 رکعت است نماز پیشین، 4 رکعت فرض، 4 رکعت سنت است، باز 4 رکعت فرض است و 2 رکعت هم سنت است. و آیا اشتباه نکردم؟ و اون نفر میگه شما اشتباه هستین. درست. سوال واضحه. سوال دیگه دارین؟ نه خیر، همین ان شاء الله پاسخ دریافت میکنین. تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اول میگه که یعنی اهل رای و اهل حدیث سوال کرده یا یکی و دیگه ای که مثلا خانمی که شوهرش فوت میکنه یا 4 ماه و 10 روز که منتظر میشینه، این چه باعث است که منتظر است؟ اگر موضوع کدام حمل باشه، حالا خب مثلا به تکنیک تمدن حالا اگر اون ماهانه میشه که کدام مشکلی نداره، آیا باز هم منتظر بشینه؟ یعنی اگر حامله باشد؟ مثلا یعنی که شوهرش فوت شده باشه. بله بله. این حتمی باید نظر به حکم شریعت میگه که 4 ماه و 10 روز منتظر بشینه. درست. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. و دیگه ای که اگر مشکل نداشته باشه میتونه که منتظر نشینه 4 ماه و 10 روز. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باشین. تماس بعدی برنده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. برنامه پرسش و پاسخ؟ بله، برنامه پرسش و پاسخ و صدای شما وصله. بفرمایید سوال شهریتون. بله. یک دو تا سوال داشتم جناب استاد. بفرمایید. سوال اولتون؟ ما در آلمان زندگی میکنیم، بعد اینا حقوقی که به ما میدن آیا برای ما جایز هست از لحاظ شهری که ما استفاده کنیم؟ سوال بعدی؟ سوال بعدی این است که در یک کشور کافر زندگی کردن درست است یا نه؟ درست. تشکر میکنم از شما. ممنون، خداحافظ. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. من یک سوال دارم. بفرمایید. کسی به سفر میره 100 کیلومتر از خونه دوره، نماز پیشین، نماز ظهر قصر میخونه،
آیا میتونه نماز عصر هم قصد بخوره؟ چون میدونه که به نماز عصر پس به جایی که مقیمه میرسه. درست. خیلی ممنون. خدا سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما رو زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد هستم از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بیخی هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادرم محمود اسمه. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که مادرشان به رحمت خدا رفته از چند سالی و ایشون گفتن یعنی اینجوری شنیده بودن که می شود به جای برای ثواب مادر نماز خواند و اونم این کار رو میکرد. آیا این کارشون درست است یا نه؟ و بیننده دیگر هم در همین زمینه سوال پرسیدن که اگر دوستی یا پدری به رحمت خدا رفته است چه کارهایی میتونن انجام بدن که ثواب برسه به اون میت؟ در مورد ایصال ثواب برای مردگان این یک امر قطعی هست نزد اهل سنت و الجماعت که یک موارد مسلمی را دارد که از دیدگاه تمام اهل سنت و الجماعت اشکالی ندارد، جایز هست و دلیل قوی و صحیح دارد از رسول الله صلی الله علیه وسلم که از مهمترین مواردش دعا هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که انسان فوت می کند اعمال صالحه‌اش قطع می شود مگر در سه مورد. این سه مورد علمی هست که انسان بعد از خودش به جا گذاشته باشه، یا صدقه جاریه‌ای هست که بعد از خودش به جا گذاشته و همچنان مردم از آن استفاده می کنند. و مورد سوم او ولد صالح یدعو له، فرزند صالح و نیکوکاری که بعد از فوت پدر و مادر برایشون دعا بکنند. این سه مورد جز بهترین مواردی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها رو ذکر کرده و بالاترین مورد همین دعا هست. بهترین و ساده ترین مورد که ثواب بیشتری رو هم دارند این است که انسان برای مردگان خودش و برای عزیزانش پدر و مادری که از دنیا رفتن برایشون دعا بکند. این در نص حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده و قطعا ثوابش میرسد.
اما در مورد عبادات دیگر مانند خواندن قرآن کریم یا سوره فاتحه خواندن یا ختم گرفتن مواردی هستند که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه اصلی رو نداره. انسان باید پایبند آن مواردی باشد که در سنت رسول الله اصلی رو دارند. ایصال ثواب یعنی منتقل کردن یک ثوابی از دنیا به آخرت یا این که دادن یک ثوابی از یک شخصی به یک فرد دیگر یک امر غیبی هست، یک حکم شرعی هست. ما نمیتونیم اینو بر عبادات دیگر، موارد دیگر قیاس بکنیم. حتما باید دلیل مشخص و دلیل صحیح و صریحی از قرآن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. برای اینکه برای مردگانمون قرآن بخوانیم نیومده در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه عملا ایشون چنین کاری رو انجام دادن و نه لسانا و زبانا هم ایشون چنین چیزی رو نفرمودند که شما برای مردگانتون قرآن بخونید. و همچنین نماز خواندن هم برای مردگان ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون برای مردگان خودشون نماز نمیخوندند یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز نمیخوندند. فقط در مورد روزه آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که هر کسی که در آخر از دنیا رفت من مات و علیه صیام صام عنه ولیه، که ولیش یعنی فرزندانش میتوانند به جاش روزه بگیرن. اگر کسی روزه قضایی دارد، روزه برگردنش بوده، روزه نگرفته، روزه قضایی، فرزندانش میتوانند به جاش روزه بگیرن. اما در مورد نماز چون این چیزی وارد نشده و اصل بر این است که چون که حدیثی روایتی در این زمینه وارد نشده، پس بنابراین ما هم نمیتوانیم برای مردگان نماز بخونیم. چه نماز قضا باشه برای مردگان، فرض کنیم که مرده نمازش قضا شده باشه نخونده باشه، آیا ولیش و فرزندانش میتوانند که نماز بخونند؟ نه، چون این حدیثی وجود نداره و هیچ دلیلی هم ندارد. یا اینکه ما برای ایصال ثواب برای مردگان نماز بخونیم، هیچ گونه اصلی رو در شریعت اسلامی در واقع ندارد و بهترین موردی که عرض کردم همون دعا کردن برای مردگان هست که در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و همچنین صدقه دادن و ایجاد یک صدقه جاریه برای مردگان، مانند این که قرآن بخرید در مساجد بگذارید یا در مدارس دینی بگذارید که مردم از اون استفاده بکنند، کتاب‌های علمی رو بگیرید، یا حتی امروزه الحمدلله موارد خیلی زیادی هست، یک CD رو یا هر موردی دیگر که وعظ و تبلیغ و نصیحت و هست این رو بگیرید وقفش بکنید، به مدارس کمک بکنید، به مساجد کمک بکنید، یا برای پدر و مادر خودتون مسجدی بسازید به این نیت که ثوابش برسد، مدرسه‌ای بسازید، بیمارستان یا هر چیزی دیگری که مسلمانان از اون استفاده بکنند و صدقه جاریه باشه. دعا و صدقه جاریه بهترین مورد از موارد ایصال ثواب به مردگان هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا جایز است که بعد از نماز، تمام شدن نماز، انسان در حالت سجده دعا بخواند؟ به صورت این که یک عادت باشه که همیشه یعنی به سجده بیفتن و دعا بکنن، این جزء آداب نماز و جزء سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، اما به صورت کلی جایز هست. جایز هست که انسان در هر حالتی باشه دعا بکنه، چه در حالت نشسته باشه، خوابیده باشه، دراز کشیده باشه، در حالت راه رفتن باشه و حتی در حالت سجده باشه، هیچ گونه اشکال نداره. جایز هست که انسان دعا بکنه و برای دعا کردن اگر سجده هم بکنه ممنوعیتی در این زمینه وارد نشده، اما جز آداب دعا در واقع نیست. جز آداب دعا این است که انسان دستش را به طرف آسمان در واقع بلند بکنه. رفع یدین در دعا جز مواردی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده به صورت تواتر در جاهای متعددیشون در هنگام دعا رفع یدین کردند. این جایز هست و جز آداب دعا هست. اما اگر کسی خواست که در سجده دعا بکند یا یک مرتبه خواست چنین کاری رو انجام بده، باز هم دلیلی برای ممنوعیتش وجود ندارد. درست. جزاکم الله خیر. زنی که سنش از 60 سال بالاست، آیا وقتی شوهرش مرده عده باید بنشیند یا نه؟ بله، در مورد عده وفات که بیننده دیگری هم که سوال آخریشون هم بود که در قسمت بعدی هم سوال کردن در مورد عده وفات تفاوتی نداره که زن یائسه‌ای باشه یا زن جوانی باشه. در هر دو صورت حکمش همین است که 4 ماه و 10 روز در واقع باید در عدت بنشیند و این یک حکم قطعی هست که در قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع
بیان شده، ولو این که ما نمیدونیم که عدت اصل حکمتش چی هست، گرچه حکمت هایی رو میشه که استنباط کرد و استدلال کرد، اما انجام یک حکم شرعی منوط به دانستن حکمتش در واقع نیست. چه ما حکمتش را بدانیم یا ندانیم، به عنوان یک عبادت ما این کار رو باید انجام بدیم. اگر حکمتش رو دانستیم، خب یک مقداری نفس انسان شاید ترغیب بشه، تشویق بشه برای انجامش. ولو اینکه حکمت و فلسفه یک کاری رو و عبادتی رو هم ندانیم، ما از نظر شرعی مکلف هستیم که سمعا و طاعتا عبادات شرعی را، آن چیزی رو که الله متعال برای ما مقرر کرده انجام بدیم. و یکی از این موارد در واقع عدت هست، 4 ماه 10 روز حتی و صبر بکنن، چه زن جوان باشه یا پیر باشه، 4 ماه و 10 روز. این فلسفه های خیلی در واقع متعددی رو داره. تنها به عنوان استبراء رحم در واقع نیست که ما بگیم که به عنوان به اصطلاح علم پزشکی امروز شاید تشخیص بده که این زن نمیدونم حامله نیست. موارد دیگری اگر عوارضی داشته باشه بتونن این عوارض رو دفع بکنن. عرض کردم بدون این که ما حکمت و فلسفهش را بدانیم باید بر آن در واقع عمل بکنیم. غیر از این که یک سری موارد دیگر هست، حکمت های روانی در این زمینه در واقع وجود داره، به عنوان اتمام حجت، برای محبت هست، برای شوهر قبلی و موارد دیگر که در شریعت اسلامی در واقع بیان شده. بالفرض اینم که ما حکمت و فلسفهش را ندانیم، بالفرض این که با علم جدید و امروزی ثابت بشه و بتونیم که عوارض فوتش را یا مثلا استبراء رحم را یا موارد دیگر را تشخیص بدیم و در واقع اینها رو یعنی محظوریتی پیش نیاد، اما باز هم حکم شرعی همچنان باقی هست. ولو این که علم پزشکی هم بتونه کاری بکنه، باز هم این 4 ماه و 10 روز رو باید صبر بکنن. تا زمانی که 4 ماه و 10 روز نگذشته و عدت تمام نشده، زن نمیتواند که با شوهر دیگری ازدواج بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که از اروپا هستن و آیا کسی که از اروپا یا هر کشوری در ماه رمضان به عمره برود آیا باید روزه بگیرد یا مسافر است؟ بله، وقتی که برای عمره رفته، خب بهترین جای روزه گرفتن و عبادات در مکه مکرمه هست که عبادات در واقع ارزش بیشتری رو دارند و معنویت خاصی رو انسان در اونجا در واقع پیدا خواهد کرد. اگر کسی در سفر رفته باشد، به صورت کلی در سفر اجازه دارد انسان که روزه نگیرد. فرق نمی کند که این سفر حجی باشه، عمره‌ای باشه یا هر سفر دیگری باشه، جایز است که شما در واقع روزه نگیرید. اگر در ماه رمضان هست شما برای عمره رفتید یا برای سفر دیگری رفتید، نمیخواهید که روزه بگیرید، اساسا روزه بر شما فرض هم نیست و دوست ندارید که روزه سنت هم بگیرید، هیچ گونه اشکالی نداره. حتی ولو این که در ماه مبارک رمضان شما به سفری رفته باشید، فرق نمیکنه چه عمره باشه چه غیر عمره باشه، از نظر شرعی خوردن روزه برای شما جایز هست. یعنی اساسا روزه بر شما فرض نیست، می توانید که روزه نگیرید. اما وقتی که رفتید در یک جایی که مثلا رفتید در مکه در هتل نشستید و هیچ گونه ممنوعیتی وجود نداره و هیچ گونه عذری شما ندارید، قطعا روزه گرفتن اولاتر و بهتر هست. اما اگر بنابر عذری روزه نگرفتید، گناهی رو مرتکب نشدید. جزاکم الله خیر. بعدی هم گفتن که ترجمه قرآن رو میخوان که در کانال پخش میشه. انشالله که از شمارهشون دوستان یادداشت کرده باشند، از طریق روابط عمومی انشالله که برای ایشون بفرستن. و مواردی هست که در یوتیوب گذاشته شده، ترجمه هایی که در شبکه پخش شده، ترجمه های صوتی و تصویری که وجود داره، در اینترنت هم قابل دریافته و انشالله که پیامی بفرستن و دوستان ما براش ارسال خواهند کرد. انشالله. جزاکم الله خیر. آیا در هنگام طهارت زن باید در هنگام مسح سر جلو موی سر را مسح بکند یا از پشت سر نیز میتونن؟ مسح سر یعنی دست کشیدن، یعنی دستی که خیس باشه در هنگام وضو، این دست رو شما بر روی موی سر بکشید. این از نظر شرعی میگن که مسح سر و یکی از ارکان وضو هست، یعنی بدون مسح سر وضوی شما کامل نیست، حتی باید سر را مسح بکنید. اما سر فقط به قسمتی گفته می شود که موی از آن میروید، یعنی از پیشانی شما گرفته تا پشت گردنتون، این قسمت سر هست و این قسمت را باید مسح بکنید و مسح کل سر سنت هست.
و مس کل سر سنت است. یعنی و طریقه مس کردن این است که شما از ابتدای سر شروع بکنید از این قسمت و دست رو بکشید تا پشت گردنتون. اما موهایی که آویزان باشه، پشت گردن شما هست، پشت کمر شما هست، اینا رو مس کردنش لازم نیست. یعنی لازم نیست که حتما زن یعنی تمام موهایی که رو داره موهاشو بیاره جلو و کل موها رو از اول تا آخر مس بکنه، چون این چیزی لازم نیست. اون چیزی که محل مس هست سر هست و سر هم نهایتش پشت گردن هست. این جایی که موی میروید این قسمت رو مس بکنید، این کفایت میکنه و لازم هم نیست. یعنی نه تنها کفایت میکنه، این یک حکم کامل هست. یعنی شما مس سر رو به صورت کامل انجام دادید و مس کردن موهای اضافه، موهایی که بلند هست و آویزان هست، اون نه سنت هست و نه واجبه. حتی مستحب بودنش هم نمیتونیم بگیم که مستحب است، زیرا که اصل محل سر الله متعال میفرماند که سرهای خودتان را مس بکنید و سر این قسمتی هست که مشخص هست و جایی که موی میروید تا پشت گردن هست، این قسمت رو مس بکنید. مس شما یک مس کاملی خواهد بود. جزاکم الله خیر. شخصی اگر به خاطر کار نماز را یا مسجد را ترک کند، این کارش چه حکمی دارد؟ اگر واقعا بگونی هست که اجازه نمیدن در محل کارشون مسجدی وجود نداره، نزدیک محل کار یه بگونی هست که نمیتواند که اجازه نمیدهند اون رو که خارج بشود، اشکال نداره، میتواند که در محل کار در واقع نماز بخونند. و اینکه سنت رو ترک بکنن فقط فرض. اشکال نداره، سنت خودش اساسا سنت هست، یعنی برای انسان واجب نیست. هستن نصرانی هستن گفت فقط نماز این فرض. بیننده مون که گفتن نه اشکال نداره، شما میتونید که نماز رو در محل کارتون بخونید، ولی اینکه نماز رو خفیف بخونید، یعنی من سوره فاتحه رو بخونید، یک سوره بسیار کوتاه یا 3 آیه بسیار کوتاه بخونید، هیچ گونه اشکال نداره، درست هست. و نمازهای سنت رو برگردید در منزل بخونید، یا اگر اصلا هم فرصت نشد که بخونید، گناهی برگردن شما نیست، اما بخونید. اون فضیلتی رو که در روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، اونها رو ان شاء الله دریافت خواهید کرد و مکمل نمازهای فرض شما خواهد بود. اگر در منزل بخونید اولاتر و بهتر هست، اگر هم نتوانید که بخوانید باز هم گناهی رو مرتکب نشدید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن مادرشون تکلیف دارن و نمیتونن از آب برای وضو استفاده بکنن، آیا میتونن تیمم بگیرن یا نه؟ و در برای کسی که یعنی حساسیت داره برای استفاده از آب، بله جایز هست که در واقع تیمم بکند. یعنی اگر کسی بیمار هست، حساسیتی رو داره، اگر از آب استفاده بکنه بیمار می شود یا اینکه بیماریش بیشتر می شود، دیرتر در واقع طول می کشد بیماریش، در این صورت تیمم کردن جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی نداره. هم میتونه که به جای وضو تیمم بگیرد و هم به جای غسل. فرض کنیم که یک فردی غسل بر اون واجب شده، فرض کنیم که جنابت دارد، یا فرض کنیم که از عادت ماهیانه پاک شده اما مریض هست، نمیتواند که آب را استفاده بکند، استفاده کردن از آب برایش بیماری میآورد، حساسیت خیلی شدیدی رو دارد، در این زمینه تیمم کردن برایش جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی نداره. و روش شرعی تیمم این است که دست رو شما با نیت طهارت، همون نیتی رو که در وضو دارید، یعنی به این نیت و تصمیم که پاک بشوید، الان در واقع وضو ندارید، طهارت ندارید، به این نیت که پاک بشوید، دست‌ها رو بزنید بر روی خاک، بر روی زمین و صورت خودتان را بمالید به صورت کامل. دست رو میزنید بر روی خاک، یه مقدار دست‌ها رو به هم دیگر میزنید تا اینکه اگر خاکی بر اون نشسته باشه بریزه و صورتتون رو به صورت کامل این گونه در واقع مس میکنید. و بعد از آن دست پشت با دست چپ پشت دست راست رو مس میکنید و با دست راست پشت دست چپ رو در واقع مس میکنید. این یک تیمم کاملی هست و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 ضربه هست تیمم، یعنی یه وقتی شما یک ضربه رو میزنید و چهره خودتون رو مس میکنید و ضربه دوم دست‌ها رو مس میکنید. و بسیار از فقها گفتند که تا قسمتی که شسته میشه، گرچه عرض این که ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و آله که این گونه در واقع مس کرده باشند، اما به هر صورت چیزی هست که در مذهب احناف وارد شده که کل دست رو تا اینجا کاملا مس بکنند، که قطعا یعنی این قسمتی که در سنت وارد شده در حدیث حضرت عمار رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری هست، اینم در واقع انجام میشه. کاملترین و بهترین صورتش اون چیز در صحیح بخاری اومده که مس به این صورت هست، یک ضربه هست و صورت رو مس بکنید و به اضافه دسته ها، یعنی دست راست و بعدش دست چپ رو مس بکنید. تیمم شما کامل هست و جایگزین وضو و غسل خواهد بود.
یعنی غسل وضو هم تیممش به یک صورت دیگه؟ یک تفاوتی نداره. یعنی چه کسی بی وضو باشه بخواد که تیمم بکنه یا یک کسی جنوب باشه یا در حالت عادت ماهیانه باشه بعدش بخواد تیمم بکنه، تیمم وضو و تیمم غسل هر دوتاشون یکی هست، هیچ گونه تفاوتی رو نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی مسئله رو بیان کردن در مورد سنت های نماز ظهر که خواستم بفهمم به چه صورت است، این توضیح بدین خودتون. در مورد بله نماز ظهر سنت قبلی داره و جز سنت های مؤکده هست. یعنی در نماز ظهر سنت قبلیه هم داریم و سنت بعدیه هم داریم. هم سنت قبلیه هست، یعنی غیر از فرض 4 رکعت که نماز فرضه که هیچ گونه اختلافی در اون وجود نداره و قبلش هم 4 رکعت ثابت هست و هم 2 رکعت ثابت هست. در روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها 4 رکعت اومده و در روایت حضرت عبدالله ابن عباس حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما در صحیحین اومده که 2 رکعت هست. این هم 2 رکعت سنت ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نماز ظهر و هم 4 رکعت ثابت است. 2 رکعت یا 4 رکعت قبل از ظهر و بعدش نماز ظهر را میخونید و بعد از نماز ظهر هم 2 رکعت هست. این 2 رکعت متفق علیه هست که هم در روایت حضرت عبدالله ابن عمر اومده و هم در روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اومده که در روایت حضرت عایشه 12 رکعت سنت هست و در روایت عبدالله ابن عمر 10 رکعت سنت هست که 2 رکعت قبل از فجر هست و در روایت عایشه 4 رکعت قبل از ظهر و در روایت حضرت عبدالله ابن عمر 2 رکعت قبل از ظهر و 2 رکعت بعد از ظهر و 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت بعد از عشاء که 10 رکعت یا 12 رکعت جز سنت های مؤکده هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا اهل رأی و اهل حدیث یکی هستند و اینها چه کسانی هستند؟ چیزی که در میان به اصطلاح برداشت فقهی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و مذاهب فقهی که ایجاد شده، اهل رأی و اهل حدیث، یک نکته رو من عرض بکنم، این که تمام مسلمانان و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت منابعشون و مصادرشون در تشریع احکام یا هر مجتهدی برای استنباط یک حکم شرعی اولین منبع و مرجعش قرآن کریم هست و بعد از آن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست بلا استثناء. حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی خود این ائمه بزرگوار و پیروانشون این اصلشون قرآن هست و بعدش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از آن اجماع صحابه هست و در مرحله چهارم قیاس است. اینا مواردی هست که مورد اتفاق در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت هست. یعنی حتی اهل رأی هم مستندشون در احکام فقهی قرآن هست و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. حتی اهل رأی هم به هیچ عنوان یک حکم شرعی رو با رأی خودشون با تفسیر به رأی کردن در واقع اینو بیان نمی کنن و رأی هیچ کسی برای ما یعنی مورد قابل عمل نیست. حضرت امام مالک رحمت الله علیه میفرمایند کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر. اشاره میکنند به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم که رأی و نظر هر کسی قابل اخذ و قابل رده. اگر مطابق قرآن و حدیث بود خب ما قبولش میکنیم، اگر مخالف بود ردش میکنیم. الا صاحب هذا القبر، بجز رسول الله صلی الله علیه و سلم که حرفش مطلقاً برای ما حجت هست ولی اینکه با عقل ما سازگار هم نباشد، چون که از جانب وحی هست و فرموده الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ما باید بر آن عمل بکنیم. در ابتدای تدوین در واقع فقه و تشکیل شکل گرفتن در واقع مذاهب اهل سنت و الجماعت در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک رویکرد عقلانی بیشتری وجود داشته. وجود داشته و مسائل را یعنی بیشتر قیاس میکردن، از قیاس بیشتر استفاده میکردن و مسائلی رو تخیلی پاسخ میدادن. یعنی بدین معنی که مثلا در کتاب‌های فقهی احناف یکی از ویژگی‌هایی که کتب فقهی احناف دارن این هست که بسیار وارد جزئیات شدن، جزئیاتی که در زمانهای گذشته اتفاق نیفتاده شاید الان اتفاق بیفتد. علمای احناف یعنی فقهای احناف نشستن تصور کردند که اگر چنین اتفاقی بیفتد جوابش چی هست.
یعنی آینده رو تخمین زدند که اگر چنین و چنان بشود، اگر این مسئله این تغییر در اون صورت مسئله رو مثلا اگر این تغییر رو در اون ایجاد بکنیم جوابش چی میشد. یک صورت مسئله های تصوری و تخیلی رو آوردن و در کتاب فقهی در واقع نوشتند. این از رأی خودشون بوده. اما مدرسه اهل حدیث، اونهایی که بیشتر پایبند حدیث بودند، اونها رو اگر سوال میکردید که چنین و چنان یک مسئله هست، جوابش چی است، مفتی رو یک مجتهدی رو سوال میکردید، اولین سوالی که میپرسید این بود که آیا چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده. اگر افتاده بود خب میگه که جوابش این هست، اجتهاد میکرد و جوابش رو پاسخ میداد و میگفت. اما اگر اتفاق نیفتاده بود، اون گوینده سائل مستفتی خودش یک چیز از ذهن خودش بیرون آورده بود، تصور کرده بود اگر چنین و چنان بشود، محدثین اینو جواب نمیدادند، یعنی مدرسه اهل حدیث اینو جواب نمیدادند. اما مدرسه اهل رأی که به احناف بیشتر اطلاق میشود، اونها تصور میکردند که اگر چنین مسئله اتفاق بیفتد جوابش چنین هست و اینو تدوین کردن در کتاب‌های فقهی. این تفاوتی است که در میان مدرسه اهل رأی و اهل حدیث است. اهل رأی یعنی اهل فکر، اهل تدبر، اهل تخمین و تصور کردن یک مسئله، وگرنه اهل رأی هم منبع اولشون قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به همان اندازه‌ای که اهل حدیث اهمیت میدن به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مذهب امام ابو حنیفه و در خود شخص امام ابو حنیفه و اهل رأی هم به همان اندازه به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت میدن. و حتی جالب است که در میان محدثین و بحث‌های حدیثی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی از متشددین در باب حدیث است. این هر روایتی رو ایشون در واقع قبول نمی‌کنند و یکی از مواردی که در اصول فقه احناف هست این است که حتی حدیث ضعیف هم بر رأی و قیاس هم ترجیح داره. یعنی اگر در یک مسئله یک حدیث ضعیف باشه، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اولاتر است که بر این حدیث عمل بکنن تا اینکه به قیاس عمل بکنن. یعنی قیاس رو به خاطر حتی روایات ضعیف هم ترک میکنن، چه برسد که این روایت یک روایت صحیح باشه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی دو سوال داشتن، گفتن که در آلمان زندگی میکنن، آیا حقوقی که به آنها میدهن جایز از گرفتنش یا نه؟ و گفتن کلا زندگی یک مسلمان در کشورهای کافری یا غیر مسلمان درسته یا نه؟ در حقوقی که از یک کشور کافر دریافت میکنن به خاطر کاری رو که در واقع انجام میدن یا به خاطر اینکه خود شهروند اون کشور هستن و یک سری تسهیلاتی رو بهش میدهند، از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست، میتوانن از چنین حقوقی و مزایایی در واقع استفاده بکنن. و زندگی در کشوری که کافر هست، اگر زندگی کردن در اون کشور به این معنی هست که شما نمیتونید که عبادات شرعی خودتون رو انجام بدهید، نمیتوانید که اسلام خودتون رو ظاهر بکنید و اجازه شاعر اسلامی رو ندارید، در چنین مواردی جایز نیست که شما در کشور کفر زندگی بکنید، در صورتی که بدیل اسلامی رو داشته باشید، بتوانید که به یک کشور اسلامی در واقع سفر بکنید. اما اگر به گونه‌ای هست که شما کاملا میتونید که پایبند اسلام باشید، اضافه بر این که پایبند اسلام هستید، آزادی دارید، میتوانید که خودتان را حفظ بکنید، بر دین اسلام در واقع عمل بکنید، اضافه بر این میتوانید که دعوت بدهید به اسلام و دیگران رو هم در واقع مسلمان بکنید، که در این زمینه اولاتر و بهتر هست و هیچ گونه اشکال شرعی هم نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعد در مورد نماز مسافر پرسیدن که گفت اگر کسی به یک سفری میرود که 100 کیلومتر از خانه دور شده است و در این حالت نماز ظهر را به صورت قصر میخواند، آیا میتواند نماز عصر را هم قصر بخواند در حالی که میداند به مقصد میرسد؟ بله، زمانی که شما در سفر هستید یعنی این که شما اجازه دارید که قصر رو جمع بکنید، قصر و جمع بکنید، یعنی نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخونید، به تعبیر عامیانه نماز رو شکسته بخونید، یعنی فرض 4 رکعتی رو، فرض ظهر و عصر و عشا رو شما میتوانید که 2 رکعت بخونید تا زمانی که در سفر هستید، یعنی از لحظه‌ای که شما از شهر خارج شدید تا زمانی که دوباره وارد شهر بشوید، این مسافت سفر شما هست. وقتی که 100 کیلومتر مسافرت کردید و بالای 80 کیلومتر مسافرت دارید، یعنی این که از نظر شرعی این رخصت برای شما هست، یعنی شما باید نماز را به صورت قصر بخوانید و جایز هم هست که جمع بخوانید، نماز ظهر و عصر را با هم یک جا بخوانید، در وقت ظهر یا در وقت نماز عصر. این مسئله اول. مسئله دوم این که شما در مسیر بازگشت هستید، الان اذان ظهر اذان عصر هم گفته شده، شما اذان نماز ظهر را به صورت قصر خواندید، الان میخواید دوباره برگردید به شهر خودتون، در آخر وقت عصر میدانید که به خانه میرسید، آیا در اول وقت عصر جایز هست که شما نماز رو شکسته بخونید 2 رکعت بخونید؟ بله جایز هست به اتفاق علما، هیچ
هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، ولا این که میدانید که شما به مقصد میرسید، به شهر خودتان میتوانید دوباره بازگردید. وقتی که وقت نماز عصر شروع شده شما میتوانید که نماز رو در اول وقت بخوانید و 2 رکعت در واقع اینو بخوانید به صورت شکسته باشه. اما اگر جمع خوندید که فبها و نعمه، اونم که خوب هست، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. یعنی در وقت نماز ظهر وقتی که شما میرفتید نماز ظهر و عصر رو با هم خوندید. اگر جدا خوندید قصر کردید اما جمع نکردید و در صورتی هم که میدانید که نماز عصر به منزل میرسیدین، آخر وقت عصر میرسید به شهر خودتون، باز هم جایز هست که شما نماز رو در سفر در واقع بخونید. یک نکته دیگر در اینجا باید مد نظر باشه، نمازی که شما در شهر نخوندید، یعنی فرض کنید یک فردی نماز ظهر رو در شهر خودش نخونده، رفته بود بیرون از شهر، یعنی قبل از این که وقت نماز عصر بیاد از شهر رفته بیرون، یعنی نماز ظهر را نخونده، میخواد به سفر برود. وقتی که از شهرشون خارج شد وقت نماز عصر شد، هنوز نماز ظهر را نخونده بود. الان این فرد میخواد که در سفر نماز ظهرش رو بخوند. آیا این نماز ظهر را کامل بخواند یا 2 رکعت بخواند؟ حکمش این است که نماز ظهر را باید کامل بخواند، زیرا که این جزء نماز ظهری است که در حضر چیکار شده؟ این رو ترک کرده بوده. این رو در حالت اقامت باید میخوند. اگر در شهرش میخوند باید 4 رکعت میخوند. الان که در شهر نخونده و در سفر میخواد که نماز رو قضا بکند، همون 4 رکعت رو باید بخواند. اما اگر از شهر بیرون رفت و وقت نماز ظهر هنوز باقی مانده بود، در اینجا میتواند که به جای 4 رکعت همون 2 رکعت نماز ظهر را بخواند. الان برعکسش هم اگر یک فردی در نماز عصر رو فرض کنیم که در مسافرت بود، نماز عصر در مسافرت بود، این به این امید که من نماز عصر رو میرم در شهر خودم میخونم، نماز عصر رو نخون، تا وقتی که به شهر خودش رسید مغرب شد، یعنی نماز عصرش در سفر قضا شده بود. در سفر نماز چند رکعت بود؟ 2 رکعت. الان میخواد بعد از مغرب در شهر خودش نماز عصر رو قضا بیاورد، الان 4 رکعت بخواند یا 2 رکعت؟ قضای نماز سفر همون 2 رکعت هست، ولی اینکه شما در شهر باشید. قضای نماز مقیم 4 رکعت هست، ولی اینکه شما در سفر باشید. جزاکم الله خیر. الان 2 شد، تقریبا 2 دقیقه بیشتر وقت نیست و بیننده پرسیدن من نماز میخوانم اما نمازم که تمام شد ترسی در دلم هست که خدا نمازمو قبول نکنه، لطفا راهنمایی کنید که چه کار کنم؟ به صورت کلی یعنی اون چیزی که بر شما واجب هست که از نظر شرعی انجام بدهید نماز فرض هست. نماز فرض رو باید شما بخوانید. بعد از این شما باید بر طبق دستوری که الله و رسول دارن نماز رو بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. شما از نظر باطنی و از نظر ظاهری نمازتون باید مانند نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. اگر شما نماز را به این کیفیت خواندید هیچ گونه دغدغه دیگری رو نباید داشته باشید که آیا قبول می شود، آیا قبول نمی شود، آیا به من ثوابی میرسد یا اینکه ثوابی رو در واقع نمیرسد، شاید که قبول نشود. به هر صورت شما نماز رو دقیق انجام دادید اون گونه که الله و رسول فرموده بودند، بعد از این دغدغه دیگری رو نداشته باشید. اما این که دعا بکنید پروردگارا نماز ما رو قبول بکن، این هیچ کاری نداره، جایز هست. نماز از شما به عنوان این که فرض از گردن شما ساقط شده، این حداقل درجه قبولیت هست، به این اندازه قبول شده. یعنی به این اندازه که نماز فرض از شما قبول شده و فرض ساقط شده، این حداقل قبولیت هست و این تضمین هست برای شما. وقتی که با نماز را با فرایض و واجباتش و از نظر ظاهری و باطنی دقیق انجام دادید، یعنی این که فرض از گردن شما در واقع انجام شده و در این زمینه دغدغه‌ای رو نداشته باشید. اما این که ثوابش چه اندازه هست، این برمیگرده به الله متعال. این نماز رو قبول میکند، قبول نمیکند، ثواب کمی میدهد یا ثواب بیشتری میدهد، این بستگی به الله متعال داره. شما در این زمینه باید دعا بکنید پروردگارا دعای نماز ما رو در واقع قبول بکن. اون چیزی که در اختیار شما حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وقتی من شما رو دستور دادم یک کاری رو انجام بدید، شما تا حد توان خودتون سعی بکنید اون رو کامل انجام بدید و مابقی اون چیزی رو که در اختیار شما نیست اون رو واگذار بکنید به الله متعال. اما اگر این ترس به این معنی باشه که شما یعنی یک مقداری تشویق بشید که نمازتون بهتر باشه، آداب نماز رو بیشتر مراعات بکنید، به واجبات و فرایض نمازتون بیشتر دقت بکنید، به مقدمات نماز بیشتر دقت بکنید، به اذکاری که بعد از نماز هست بیشتر توجه بکنید، این ترس شما ترس خوبی هست، ترس در واقع محمودی هست. اما اگر این ترس شما نتیجهش این می شود که شما نماز رو ترک بکنید، الان که نمازم قبول نیست من چرا نماز بخونم،
یا اینکه نماز رو سرسری بخونید، نماز رو کامل نخونید، این ترس یک ترس مذمومی هست، یعنی یک ترفند شیطانی هست، میخواد که شما رو به این کیفیت و با این در واقع اسلوب شما رو از نماز خوندن باز بدارد. در هر صورت شما نماز رو کامل بخوانید و بعد از این واگذار به الله متعال بکنید و دعا بکنید که الله متعال نماز شما رو به بارگاه خودشون بپذیرند. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر.